سلام خدمت همه دوستان، شبتون بخیر باشه. ما الان منتظریم که دکتر شیخ بهایی به جمعمون اضافه بشن تا جلسه رو شروع بکنیم. ایشون پیام دادن که به چند دقیقه دیگه میاد. حالا توی همین فرصتی که تا ایشون میخوام بیان، اگه میشه توی چت باکس اون پایین اگه سوالی چیزی قبل از شروع جلسه راجع به امتحان پرینتری داریم برامون بنویسید که وقتی جلسه شروع شد با محوریت اون سوالا جلسه رو پیش ببریم. به 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 به. سلام علیکم، شب همگی به خیر و شادی. خیلی خوشحالم که مجددا امروز در خدمتون هستم. مرسی از بچه‌های خوب ایمسای اصفهان بابت ترتیب دادن این جلسه. دیگه روزهای آخر نوروز 1404 هم هست. عیدتونم مبارک باشه. 2 تا عید، هم سال نو ایرانی و نوروزمونه، الان عید فطرم هست و امروز قراره که در مورد آزمون پرینترنی با هم دیگه صحبت بکنیم. امروز در خدمتون هستم به عنوان در واقع مدیر پنل آزمون پرینترنی و فکر میکنم 3-4 تا یا 5 تا مهمان عزیزم داریم که قراره که در مورد آزمون پرینترنی با هم دیگه صحبت بکنیم. ممنونم از بچه‌های ایمسا بابت درست کردن همه این چیزها، دکتر حلبیان و دکتر روغنی و سایر عزیزان. مثل دیروز ما اگه بتونیم بچه‌ها رو اینجا تگشون بکنیم خیلی عالی میشه که من دم دست داشته باشم باهاشون صحبت کنم. دکتر یوسفیان رو داریم، دکتر ابراهیمی، دکتر قانونی، 2 تا عزیز دیگه هم اضافه شدن. آره کو کوپا. دکتر نجفی احتمالاً بهمون اضافه میشه، قرار بود دیروز باشن نتونستن، امروز هستن. و خانم دکتر قاسمی رو داریم. بله. خب این عزیزانی که خوندم هر کدومشون داخل جلسه هستن میکروفوناشون رو باز کنن، اگر اوکی هستن دوربیناشون هم باز کنن من ببینمشون تا تگشون هم بکنم بیان اینجا کنار تصویر خودم تا صحبت رو شروع بکنیم. دکتر یوسفیان اینجاستش. سلام علیکم آقای دکتر، خوب هستید شما؟ سلام چطوری دکتر؟ خوبی؟ سلامتید؟ خوب ان شاءالله. سلامت باشی، مرسی. خب دکتر ابراهیمی خانم دکترامون هستن. خانم دکتر قاسمی سلام، شبتون بخیر باشه. سلام خانم دکتر، حالتون چطوره؟ خوبی؟ متشکرم، مرسی. عیدتون مبارک. عید شما مبارک باشه. مرسی که دعوت بچه‌ها رو پذیرفتین و امروز در خدمتون هستیم و قراره که از تجربیاتتون استفاده بکنیم و بچه‌ها هم متشکرم. قربونتون. خب دیگه چی دکتر قانونی؟ سلام آقای دکتر. کجایی؟ ایناش. سلام چطوری؟ سلامتون مبارک. سلام شما مبارک باشه. قربونتون، مرسی. شبتون بخیر باشه. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستیم و تشریف آوردین. خب میمونه دکتر ابراهیمی. رضا کنم هنوز نیستش. یه رضا اینجا ها. حالا خب و دیگه چی؟ دکتر نجفی هم که نداریم. حالا بعد دکتر روغنی خودشون بچه‌ها رو چیز میکنن، اگر که پینشون میکنن من دیگه از پنل کسی رو نمیشناسم که بخوام اد کنم. خب آقای دکتر همین 3 نفر از مهمونامون اومدن امشب. اوکی. آره بقیه بچه‌ها متاسفانه کیشیکوی نداشتن دیگه، بالاخره آخرین روزهای فروردین هم هست، من درک میکنم. اوکی، یه موردی نداره. میریم جلو با همین عزیزان. آقای نجفی هم اضافه شدن به کوش. سلام علیکم.
سلام، وقتتون بخیر. دکتر نجفی. اوکی. بله. اوکی دکتر نجفی هم تگش کنیم. خب خب بچه‌ها خیلی خوش اومدین به جلسه امروز و پنل آزمون پرینترنی برای انتقال تجربه. ما دیروز در مورد آزمون علوم پایه صحبت کردیم و سعی شد کلا از این منظر وارد بشیم که اصلا آزمون علوم پایه چیه. همین رو ما برای امشب میخوایم در موردش صحبت کنیم که اصلا آزمون پرینترنی چیه. حالا همین که یه چیز آخر اکسترنی باشه و قبل اینترنی اینا اوکی. شما همه عزیزان آزمون رو دادین، با موفقیت هم پشت سر گذاشتین و رفتین وارد مقطع اینترنی شدین. الان که دارین به صورت گذشته بهش نگاه میکنید، اگر یکی ازتون بپرسه قراره در مورد این صحبت بکنیم که آزمون پرینترنی چیه، فکر میکنید به چه دردی میخوره، چرا اونجا گذاشتنش و در مورد اینکه چی کار کردین صحبت میکنیم. باز علوم پایه یه ذره شسته رفته تره به خاطر اینکه 4-5 ترم درسای علوم پایه رو میخونین آزمون میدین، اما پره یه ذره فاصله دار تره. یه سال فیزیوپاتو داریم، یه سال استیجری، یه سال اکسترنی و بعد آزمون. بچه‌ها بعضن خیلی گم و گور میشن توی این مسیر 3 ساله و سوالی که خیلی بچه‌ها داخل پیج از بنده میپرسن یا حالا بعدن از شماهایی که در واقع رتبه هم بودیم ممکنه باز بپرسن اینه که از کی شروع کنیم، چی کار باید بکنیم، منابع چیه، چی بخونیم، چطوری بخونیم و فقط هم تمرکز من قرار نیست روی رتبه باشه. هدف اصلا رتبه شدن نیست، به خاطر اینکه اکثر بچه‌ها یعنی ماکسیموم همون اکثریت که میشن وسط نمودار صرفا پاس میشن و ما نیازمند یک سری افرادی هم هستیم که پزشکی رو بلدن، اعتماد به نفس دارن، وقتی میخوان برن طرح اوکی‌ان، درسشون رو خوندن، اون واجبات رو بلدن، اینترنی خوبی دارن میگذرونن و پرشون هم پاس کردن. ما نیاز نداریم که حتما رتبه 1 کشور باشه یا حتما چیز باشه تا بگیم نه تو موفقی. نه، اونی هم که بالاخره داره درسش رو میخونه و معدل خوبی هم داره آدم موفقی محسوب میشه، چرا که نه. و یکم در مورد این با هم صحبت کنیم، در این زمینه صحبت کنیم که اوکی کلا برای پره چی کار میشه کرد، داستانش چطوریه و این 2 سال درس بالین به علاوه 1 سالی که پره بالینه یعنی همون فیزیوپات چه تأثیری توی پره داره، چه تأثیری توی اینترنیمون داره و در نهایت هم کمی تمرکز بکنیم رو خود آزمون، اختصاصا در مورد منابع حرف بزنیم. برای علوم های اکثر بچه‌ها از 2 تا منبع بیشتر استفاده نمی‌کنن، ولی الان برای پره خیلی منابع یهو اضافه شده و یهو من الان دیدم یه عالمه کتاب هست و منبع هست. اگر که بچه‌ها لطف کنن و در مورد منابعی که خودشون استفاده کردن و میکنن اگر اشتباهی داشتن توی انتخاب منبع‌ها قرار صحبت بکنیم و اینکه چه منابعی الان هست، چیا خوبه به دیدشون، چیا خوب نیست. من سعی کردم داخل پیجم و پادکستام خیلی در مورد منابع صحبت بکنم بی قصد و غرض و بگم که اینا کلا چطوریه. ولی الان هرچی پیش میریم پزشکای عزیزی که خب توی آزمون‌های دستیاری موفق هستن میان و یک کتاب خلاصه بالاخره بیرون میدن، بعضن هم به خاطر روش تدریس و این داستانشون موفق میشه دیگه، ولی بعد یه ذره مشکل دار میشه. اخیراً من خبرای خوبی دور و بر یه سری از منابع نمیشنوم، لذا خوشحال میشم که شمایی که الان تازه امتحان دادین و داخل در واقع گوت هستین بدتر شد. بالا من اینجا اینترنت خیلی خوبی دارم و میکروفونم وصل کردم، عجیبه یکمی بکنم به خاطر نته خوب میشه. سریع‌تر صحبتمو جمع میکنم که جلسه رو شروع بکنیم. آره بچه‌ها یکمی در مورد منابع صحبت بکنن و برنامه‌ریزی برای پره با اینکه از کی خوندن، چی کار کردن و کارهای اضافه تر و این حرفا. من یه معرفی هم داشته باشم از عزیزان. خوش عکسمون
سه تا از عزیزانمون که رتبه بودن برای پره: دکتر یوسفیان کوشش، دکتر یوسفیان آره دکتر یوسفیان عزیز که رتبه 6 کشور پره هستن ماشاءالله، و تازه المپیاد اصلاح بالینی هم شرکت کردن. یادم باشه دکتر یوسفیان دیدم در مورد استادل بالینی قراره برای بچه‌ها حرف بزنیم، اونو توی اینستاگرام اگه تونستید لایو برگزار می‌کنیم، چون خیلی اخیراً در مورد المپیاد سوال می‌پرسن. دانش آموخته ام پی اچ هم که هستی ایول، معدلات 17 و 70 از بس به چیزای دیگه پرداخته معدلات، ولی خوب نیست. معدلات بالا 18 بود با این همه افتخارات. نه ولی همینش هم عالیه. دکتر ابراهیمی رو داریمشون کوش کجا رفت؟ آره اوناست. دکتر ابراهیمی هم رو به 5 پره هستن و مدال المپیاد استادال بالینی و نویسنده کتاب‌های المپیان. معدل پزشکیشون هم تا الان 18 و 3. دکتر قانونی بله ایشون 2.5% پره هستند. دکتر نجفی هم از دانشگاه علوم پزشکی یزد در خدمتشون هستیم، قراره که در مورد کلا داستان پره و الانم که اینترن شدن صحبت بکنن. از میخوایم که من به بچه‌های امسا گفتم سعی کنن از دانشگاه‌های مختلف جمع بشه که تجربیات مختلف رو شماها بشنوید، فقط مال اصفهان نباشه. و خانم دکتر قاسمی هم از دانشگاه علوم پزشکی عراق در خدمتشون هستیم، ایشون هم معدل الف و جزء سا درخشان هستن که قراره تجربیاتشون برامون بگن. خب بریم شروع کنیم. صدام خوبه که اوکیه؟ بچه‌ها جلسه ضبط میشه نگران نباشین و با اجازهتون هم چون اسکرین رکوردیه قراره که بعد حالا ادیتش بکنیم و داخل یوتیوب و اینها هم بذاریم، به خاطر اینکه این مسئله آزمون ها مسئله‌ای هست که هر ترم هر ماه داره در واقع سوال میشه، حالا چه از بچه‌هایی که رتبه شدن چه از من که پیج دارم، و بالاخره لازم بود که ضبطش بکنیم جلسه رو و یه جا بذاریمش که دیده بشه. لذا با اجازهتون ما جلسه رو ضبطش میکنیم و داخل یوتیوب هم در آینده میذارمش. خب بریم شروع کنیم. دکتر یوسفیان در خدمت شما هستیم. در مورد این میخوایم الان سوال اولمون اینه که میخوایم با هم صحبت بکنیم که آقا شما کلن از کی این سایت پره بهت خورد؟ یعنی دانشجوی پزشکی بودی، اوکی یه المپیای بهت دور تو صورت آدم میخوره، بعدش کمی صبر میکنه میاد تو فیزیوپاتا اینها و بعدش یهو نسیم پره میخوره تو صورت آدم. از کی کلا با پره و کانسپتش و کلا این نسیم پره آشنا شدی و فهمیدی که اصلا داستان پره چیه و این حرفا؟ سلام مجدد عرض می‌کنم شما دکتر و سلام خدمت همگی همکاران. بالا بخوام خدمتتون بگم من همیشه سعی می‌کردم که گل دایرکت جلو برم و سعی کنم که کمترین حاشیه رو توی همه مقاطع تحصیل داشته باشم. اگر بخوام حقیقتش رو بگم همون اول کار با کانسپت پره آشنا بودم که آزمونش چطوریه، ما باید چی امتحان بدیم، منابع چی ان. ولی اینکه بخوام بگم من چه تایمی رو در واقع ددیکیتد برای پره خوندم خیلی با هم یه تفاوت داره. یعنی من اصلا توی فیزیوپات دنبال اینکه مثلا رتبه بشم یا که تستی بخونم بیام جلو نبودم. هرچند منابع تستی رو میخوندم ولی در کنارش کتابی که شما معرفی کرده بودید رو خیلی ازش استفاده کردم برای اپروچ بالینی، اپروچ کردن به نشانه ها، مکانیسم های بیماری، و سعی میکردم که بیشتر در واقع فوکسم رو توی دوران فیزیوپات و استیجی روی درک کردن عمیق بذارم، ولی همیشه در کنارش به اینکه یک نمره معقولی بیارم، نه اینکه حالا جزو تاپ ها باشم، همونطور که معدلم هم اونقدر هم تاپ نیست و چیز متوسطیه، ولی همیشه در کنارش که تو تستم آخر کار سعی میکردم و در طول دوره بخونم که نخوام اذیت بشم. ولی اگر بخوام به بچه‌ها یک ذهنیت کلی بدم، به بچه‌ها دو قسمت میتونیم تقسیم بکنیم. اگر بخوایم بگیم من صرفا یک زمانی رو میخوام برای پره بخونم، اگر شما یک پایه بالینی خیلی خوبی داشته باشید و از قبل مفاهیم رو میدونید و الان صرفا میخواید یک تایمی رو ددیکیتد برای پره اختصاص بدید، به نظر من یک تایمی 1.5 ماه تا 2 ماه تا 2.5 ماه حد اکثر کفایت میکنه. شاید توی وهله اول نگاه بکنیم بهش بگیم که یک چیز آرمانگرایانه است و خیلی زمان کمیه. من خودم هم اون موقعی که در واقع پره میدادم همزمان توی 2 ماه فرجی که دانشگاه برام در واقع در نظر میگیره همزمان داشتم که امتحانات ام پی اچ هم میدادم، یعنی 10 12 تا از امتحانات ما اون فرجه بود و با خود دکتر رحیمی هم اتفاقا اونجا بودیم بعد داشتیم امتحان میدادیم. البته آقای دکتر در واقع یک ترم از من بالاتر هستن و من فرجه من با امتحانات خورده بود. از رضا که مشورت میگرفتم و میگفتن که به نظر من دیگه حالا نمیشه 2.5% شد، یه راهکار به من بده که حالا
خوب بتونم جمعش کنم و برای این سرنی بیس خوبی داشته باشم. به من میگفتن این اشتباه رو نکن و شما چون بیس خوبی داری میتونی که راحت جمعش بکنی. من شاید اون اول کار حرف دکتر جدی نمیگرفتم و میگفتم که دکتر خیلی پایه قوی دارم و این جمع نمیشه. ولی واقعا شو بخواید الان که دارم رتروسپکتیو بهش نگاه میکنم میبینم که کاملا حق با ایشون بود و اگر یکی بیس بسیار خوبی داشته باشه 2 ماه کاملا کفایت میکنه. ولی هر چیزی کمتر از 1 ماه 1 ماه نیم، حتی اگر شما نابغه هم باشید، واقعا برای یک آزمونی که رقابتیه و خیلیش نالج بیسه و خیلیش ریکال بیسه و شما باید مفروضات خیلی زیادی داشته باشید که خیلی شاید مفهومی چندانی هم نباشن، میشه گفت برای 99.9 افراد زیر 1 ماه عملا غیر ممکنه اگر بخوان روسبه بیارن توی تره. ولی اگر یکی باشه که بیس بالینی ضعیف و متوسطی داشته باشه، به نظر من حداقل برای یک زمان 5 تا 6 ماه رو برای خودشون اختصاص بدن و هر چیزی زیر 5 ماه غیر عملگرایانه است اگر کسی بیس متوسط و متوسط رو به ضعیفی داشته باشه. اگر من صرفا نخوام صحبت اضافه بکنم و یه چیز کوتاه بگم که نوبت به بقیه همکارانم برسه، کلا خوندن پره با خوندن دستیاری اونقدر تفاوتی نداره. یعنی اگر کسی میخواد دستیاری بده و پره بده، عملا پره رو به عنوان یک سکویی برای دستیاری ببینه. یعنی حالا همکاری که بیان بالا سر میبینن یک روشی هست که سالیان سال بچه‌ها دارن انجام میدن برای دستیاری که دور به دور میخونن. یعنی دیگه کسی که میخواد دستیاری بده که من حداقل 3 دور تا معمولا بچه‌ها تا 5 دور 6 دور هم میخونن. برای پره میخوام بهتون بگم بچه‌ها هیچ فرقی خاصی نداره. شما باید هر چیزی از حداقل 2 دور، حداکثر 3 دور 4 دور که دیگه حداکثر ما هیچ کسی بیشتر از 3 دور نمیرسه بخونه، اکثر ما رو همون 2 دور هستیم، همین شیوه دستیاری رو جلو ببرن. حالا جزئیاتشو بعد خدمتتون اشاره میکنم که چه ریزکاری هایی داره. واقعا چیز خاصی نیست و خیلی راحت میشه جمعش کرد. نکته اصلی که توی صحبتات هست پس بیس علمیه و بعدش دیگه میشه استفاده کردن از اون فرجه. همین بیس رو خیلی از بچه‌ها یادشون میره و فکر میکنن نه مثلا بالین شاخ و دم داره و بعد پرم شاخ و دم داره. این نداره دیگه، اینا به هم وصله. شما دارید روتیشن ها رو دونه دونه میری، بعدم امتحان کلیه اونها رو قرار بدی. همین ها میشه بیس و شروع کردن خاصی نداره. شروع کردنش از همون اول استیجریه در واقع که بیس رو قراره بسازی. اینجوری میشه تفسیرش کرد که روتیشن های خوبی رو بگذرونه. این حرفا نظرت در مورد بیس چیه؟ کلا چی میخوای در مورد بیس به بچه ها بگی؟ حالا اینایی که فرصت داشته باشن. ببینید اگر بخوایم در مورد بیس صحبت کنیم، همه ما میدونیم که اگر بخوایم خودمون رو گول نزنیم یک کانسپتی از خودمون داریم که چقدر روی هر موضوعی تسلط داریم. آیا ما هدف اولمون مثلا توی زندگی پزشکی و خوندن درست بالی و تسلط روشون بوده؟ آدم بودیم هر روز در واقع اولویت اصلی زندگی ما این بوده که درست بالی رو مطالعه کنیم، بریم در مورد پزشکی هر چیز بیشتر علاقه‌مند هستیم بهش یاد بگیریم؟ میگه که نه، ما اولویتمون چیز دیگه تو این برهه زمانی بوده، ولی در کنارش مجبور بودیم که حالا یه وقت متوسطی برای درست پزشکیمون بذاریم. میگه که اصلا نه، من اولویت آخرم توی زندگی بوده که این درس رو پاس کنم، اصلا نمیخوام در واقع قیافشون رو فردای روز امتحان ببینم. اگر ما یک میانگین از تمام روتیشن هایی که گذروندیم و نحوه زمانی که براشون صرف کردیم در نظر بگیریم، همه چیز در واقع یک چیز آماری میمونه و ما هم جدای اون نیستیم. اگر کسی هست که اکثریت روتیشن های بالینش رو زمان خوبی براش گذاشته، مفهومی فهمیده، در کنارش کتاب تست در واقع کار کرده و امتحانش رو خوب داده، حتی اگر چند تا روتیشنش به هر دلیل نرسیده باشه هیچ اهمیتی نداره. این انسان از لحاظ آماری توی دهک‌های بالای در واقع تسلط قرار میگیره و بیس درسی هم چیزی به غیر از میانگین تسلط ما روی دروس بالینی و پزشکی نیست. و میخوام بگم اگر این کانسپت رو ما گسترش بدیم به همه روتیشن هامون، یک بیس کلی و یک ذهنیت کلی از خودمون به دست میاریم که با توجه به اون میتونیم هدف گذاری بکنیم که اگر کسی بخواد رتبه بشه یا پاس بشه یا هر چیزی بشه، چقدر باید عملگرایانه وقت صرف کنه برای اون هدفش. اوکی، خیلی ممنون واقعا از توضیحات خوبت و تسلط خوبت روی توضیح گذشته‌ای که داشتی. حالا مجددا در ادامه در مورد جزئیاتی که توی مسیری که رفتی صحبت می‌کنیم. خانم دکتر قاسمی شما بفرمایید. شما از کی با داستان پره آشنا شدین و کلا اومدین تو فضاش و کلا تجربتون چیه؟ مجددا سلام عرض می‌کنم. امیدوارم که حالتون خوب باشه.
واقعا عذرخواهی می‌کنم، من یکم صدام گرفته به خاطر سرماخوردگی که تو بخش اطفال. من حقیقتش این که برای پره از قبلش مثلا توی جریانش بودم، دوست داشتم که استریت باشم، یعنی هدفم استریتی بود. حالا خیلی برای اینکه دوم درصد بشم یا نشم حقیقت برنامه نچیده بودم. حالا یه سری شرایطی پیش اومد که من حدود 1 ماه 2 ماه قبل از امتحان پره کلا نتونستم مطالعه خوبی داشته باشم. ما بازمون 1 ماهه بود برای مطالعه پره، از یعنی ما مرداد ماه تموم کردیم و شهریور ماه امتحان پره داشتیم. من چیزی که خیلی برام حالا مهم بود و خیلی کمکم کرد همین بیسی که دکتر فرمودن بود که من واقعا توی استاجریم، توی روتیشن ها همیشه تو درمانگاه حضور فعال داشتم. یعنی درمانگاه میرفتم، سوال میپرسیدم، خودم رو درگیر بیماری میکردم. چون شما وقتی که خودت بیماری رو ببینی مثلا استاد چه داروهایی گذاشته، حالا چجوری به تشخیص رسیده، علائمش چیه، خیلی بیشتر تو ذهن آدم میمونه تا که بخواد صرفا از روی کتاب 4 تا علائم بالینی بخونه و 4 تا مثلا ببینه حالا این نشونه‌هاش چیه، سیمپتومز تاینش چیه. ولی وقتی که هم توی درمانگاه هم توی مورنینگاه، یعنی مثلا میگادم که اصلا مورنینگ‌های داخلی که من اوایل میرفتم با خودم دفترچه می‌بردم و مثلا مینوشتم حالا چیت کامپلین بیمار چیه، مثلا چه جوری به تشخیص رسیدن و چه آزمایش‌هایی براش نوشتم. اینکه خودمون توی مورنینگ‌ها و توی درمانگاه‌ها تو روتیشن خودمون درگیر بکنیم به نظرم خیلی بیشتر کمکمون میکنه تا اینکه صرفا بخوایم بخونیم، حالا وایس گوش بدیم، فقط فیلم گوش بدیم. اون موقع که خودمون به تصمیم گیری میافتیم خیلی میتونه برام کمک کننده باشه. این مورد بیس علمی من برای بچه‌ها حتما توصیه میکنم که حالا مهم نیست چه میخوان استریت بشن، چه میخوان 2 درصد بشن یا نشن، ولی بالاخره برای اینکه اون پایه علمی رو داشته باشن خیلی خوبه که خودشون فعال باشن. چون دیگه حقیقتش کسی نمیاد خیلی اجبار روی ما بذاره که حالا حتما بیا مثلا فلان مورنینگو شرکت کن، حتما فلان درمانگاه باش. گاهی وقتا فرمالیزه میشه، ولی وقتی خودمون رو درگیر بکنیم خیلی واقعا تاثیر داشته باشه. چون حالا الان هم که ما اینترن شدیم واقعا وقت برای مطالعه کمه، یعنی خب کیشیکا طولانی، سنگین، بیمار زیاد میاد. شما اگه اون بیس علمی قبلی رو داشته باشی خیلی میتونه کمکت بکنی که حالا زودتر خودت به شرایط وقت بدی. دقیقاً یه نکته که خانم دکتر گفتن کنجکاوی است. من اینو خیلی باید تاکید بکنی به بچه‌های عزیز، نباید منتظر شین تا اتفاق خاصی توی بالین بیفته. همونی که هست رو باید ازش استفاده بکنی. باید همون مریضی که هست رو برین کنجکاوی به خرج بدین، بپرسین، نمیدونم هر جاش بلد نیستی باز بپرسین، برین خودتون بخونید. اینش خیلی اهمیت داره که مورنینگرها علیرغم اینکه شاید نفهمید، طوری نیست نفهمید، ولی حداقل ببینید چی دارن میگن، یه جای چیزی بنویسین بعد برین خودتون بخونید، یا مریضا رو ببینین بپرسین، نمیدونم از تو بخش به منزل اینا فقط اینو باش بازی کنین، انتظاری نداشته باشین مثلا اساتید توضیحی بدن یا کسی لقمه رو آماده کنه بذاره دهنتون. خودتون باید دنبال یادگیری باشین و دقیقاً همین چیزی هست که خودتون هم میگن. همه جا همینه، حالا فکر نکنین اصفهان یا تهران اینا همینه، همه جا همینه. حتی دانشگاه‌هایی که من خبر دارم، دانشگاه آزاد هم حتی این کارا رو میکنن، یعنی حتی بهتر از این آموزش میدن دیگه، چه برسه به دانشگاه دولتی. دیگه نکته دیگه خانم دکتر قاسمی که بخواید در مورد شروع پره بگیم؟ من که چیز دیگه هم می‌خواستم بگم برای بچه‌ها که حالا انگیزه‌ای بشه برای خوندنش. خیلی جالبه مثلا ما بین بچه‌هامون اونایی که حالا بیشتر تو فاز درس خوندن بودن، حالا نمره بهتری داشتن یا حتی رتبه شدن، اون جسارت پزشکیشون خیلی بیشتر از بقیه است. یعنی انگار چون خودشون میدونن که دانسته علمی بیشتری دارن، چون میدونن که حالا قبلا خوندن بلدن، الان چه حالا تو مورنینگ دادن، چه تو کار با بیمار، چه که حالا بخوان سوال بپرسن، اون تو آدم تفاوت این جسارت پزشکی و اون شم پزشکی رو توی بچه‌ها میتونه ببینه. حالا کسی که بیس علمی بهتری داشته، بیشتر خودشو درگیر کرده، انگار به دانش خودش اعتماد بیشتری داره. حالا باز کمک میگیره از زیر خودشو درگیر میکنه، ولی اون بیشتر پیش قدم میشه برای اینکه مثلا کیس سخت‌تر و چالشی‌تر رو انتخاب بکنه، خیلی خودشو عقب نمیکشه، سعی کنه خودش خیلی بیشتر درگیر بکنه. این خیلی واقعا نظرم جالبه که بین بچه‌ای که خوندن بیشتر دیده میشه تا اونایی که خودشونو عقب کشیدن. بله دقیقاً همینطوره، راست میگی. آره دکتر قانونی از شما بگو، شما از کی با این داستان آشنا شدی و چطور بوده و تجربت چیه به صورت کلی؟ سلام خب من حالا آشناییم با پره من از همون اوایل دوران استیجری بود و این آشنایی رو داشتم و پلنش هم حتی داشتم که حالا هم مطالعه بکنم، هم مثلا تو آزمون بتونم دکتر مناسبی
به دست بیارم، چون برای بعدش هم پلن داشتم. اما خب اینطور نبود که از اول مثلا صرفا فقط برای پر درس بخونم از همون اوایل استیجری. همونطور که بچه‌ها اشاره کردن از اول استیجری و همون دوران فیزیوپات که دروس بالین آغاز شد، اول تمرکزم رو گذاشته بودم به حالا درک کردن مطالب، اینکه مطالب رو درست طبقه بندی بکنم، یادشون بگیرم و بتونم ازشون استفاده بکنم. و خب لازمه این کار اینه که همونطور که بچه‌ها باز اشاره کردن شما درگیر باشین با مطالب، هم داخل حالا منزل که مطالعه میکنید و هم داخل محیط کار که بیمارستان هست. بیمارای مختلف رو ببینید، سر رانتو مشارکت فعال داشته باشید. اون حس کنجکاوی که گفتید هست که مثلا حالا شما یه مطلبی رو خوندید و حالا یه سوالی براتون پیش میاد یا نه اصلا کلا بیمار جالبیه یا به هر نحوی کنجکاوی برای شما ایجاد میشه و اینها همش باعث یادگیری فعال میشه که بعد که بخواید مطالعه بکنید برای حالا خود آزمون حتی اینها باعث میشه که خیلی سریع‌تر خیلی روون‌تر مطالب رو بتونید هم ریکال بکنید هم پیش ببرید. ولی حالا در مورد این که از کی برای خود آزمون شروع بکنید، همونطور که بچه‌ها باز گفتن خیلی وابسته است به بیس که شما چه بیسی از اون دروس دارید. کسی که بیس خیلی خوبی داشته باشه یه فورجه مثلا 3-4 ماه به نظر من میتونه کفایت بکنه که مطالعه خوبی مثلا داشته باشه و بعدش حتی میتونه رتبه مناسبی رو هم کسب بکنه. حالا برای کسی که بیس مناسبی حالا نداشته، مطالعه آنچنان قوی نداشته در دوران بالین، به نظر من مثلا یه فورجه 6 الی 7 ماهه میتونه کافی باشه براش که با مطالعه منظم و جمع‌بندی مطالب بتونه حالا یه نمره مناسب و اصلا یه جمع‌بندی مناسب رو مطالب داشته باشه برای آینده. مرسی. دکتر نجفی شما چی؟ سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. سلام. من که استریت علوم پایه بودم و پره راستش واسم خیلی اهمیتی نداشت، صرفا دنبال مرور این مطالب مطالعه شده در طی استاژری بودم که در آینده و اینترنی راحت‌تر باشه کارم در برخورد با بیمارا. واسه همینم فقط 3 هفته من مطالعه داشتم و خیلی راستش روی استریتی پره حساس نبودم. نمرم 140 شد و منم آره دنبال استریتی نبودم. به نظر منم همونطور که دوستان گفتن خیلی بیس مهمه که در طی این سالهای استاژری چطوری مطالعه کرده باشیم و برخورد داشته باشیم با بیمارا. تعریفت از بیس چیه؟ شما که تونستی تو 3 هفته مثلا در حد 140 بیاری، قطعا بیست خوب بوده. خب بیس تعریفش چیه؟ یعنی مثلا منظورت از بیس چیه؟ بیس علمی که بالاخره در طی این سالهای استاژری کسب شده در طول همون بخشایی که مطالعه داشتیم. حالا من خودم بیشتر کیوبی میخوندم و به نظر من با بیمارا برخورد داشتم، همون مطالبی که مطالعه داشتم و روی بیمارا سعی می‌کردم پیدا کنم و دنبالشون بگردم و همین به نظر من یه سطح خوب علمی برای من ساخته بود که آره تو این 3 هفته تونستم نمره قابل قبولی رو کسب کنم. حالا در مورد این قراره با هم صحبت بکنیم بچه‌ها که همتون هم روی این بیس اتفاق نظر داشتیم، ولی یه سری از بچه‌ها همیشه آخرش درس نمیخونن، کلا لفتش میدن یا حالا حین روتیشن ها فقط با جزوات میرن جلو یا دست و پا شکسته درس میخونن. منظورم اینه که از منبع منسجمی استفاده نمیکنن یا کار منسجمی انجام نمیدن که بگیم بیس ساختن و میانو میرسن به این که الان مثلا 1 ماه 2 ماه وقت داریم تا پایان روتیشن هامون، الان شهریور امتحان داریم یا الان مثلا من کل روتیشن های ماژورمو رفتم، رومین و رام وقت خیلی زیادی ندارم. اگه قرار باشه کسی که وقت زیادی نداره بخواد کاری بکنه چی؟ فرض کنید اصلا بیس اون قدر زیادی هم نداره ولی حالا میخواد بسازه. به فرض ما الان وسط کاریم، اومده تو کارگاه و متنبه شده، ما حرفمون روش اثر داشته، میگه که آقا من الان میخوام از تایمی که باقی مونده استفاده بکنم.
پیشنهادتون برای بیس سازی چیه؟ کلا روش درسته بیس سازی فکر میکنید باید چه جوری باشه؟ این کلا شماها چی کار کردید در مورد بیس؟ حالا دکتر نجفیتی که گفتم، میخوایم که بقیه دوستانم بگن که توصیه بیس سازی یا درست درس خوندن از دید شما چطوریه؟ دکتر یوسفیان. آقای یوسف، فکر می‌کنم اگر اجازه بدن آقای دکتر ابراهیمی صحبت کنن تا من به جمعمون پیوستن خیلی بهتر باشه. دکتر ابراهیمی رفتش، اومد رفت، من تگش کرده بودم اومد و رفت. پس من در خدمتتون هستم. حالا آره اومد، من چیزش کردم رفتش. آره حالا اگه اومدن تو صحبت میکنیم. آره حتما. اینطوری خدمتتون عرض بکنم که مسئله رو دو قسمتش میکنیم. یکی اینکه برای خود آزمون پرینترنی باید چی کار بکنیم برای اون 3 دسته افراد، یعنی بگیم کسی که میخواد استریت بشه، کسی که میخواد نمره معقولی بیاره و کسی که صرفا میخواد پاس بشه. و قسمت دوم مسئله‌مون اینه که کلا چطوری بیس بالینی بسازیم. اگر بخوایم در مورد صرفا آزمون پرینترنی صحبت کنیم، به نظر من باز باید منطقی بهش نگاه کنیم. یعنی یا شما باید رتبه بشید یا رتبه نشید. یعنی اون نمره معقولم شاید اصلا هیچ فایده‌ای برای ما نداشته باشه و این دسته دوم به نظر من دسته مشغول الهویه‌ای میشه. دسته اول اگه خدمتتون عرض بکنم، خیلی مهمه که شما توی در واقع دوران استیجر و پیزوپات اون منبع خودتون رو پیدا بکنید. ما توی بازار چند تا منبع بیشتر نداریم، معمولا میشناسیم. کیوبی گرفته، پیرها دکتر پیاجی گرفته، استاد خوشیت گرفته، ارزم بزرگتون گام آخر ماهان سب گرفته و چند تا منبع در واقع فرعی هست. شما باید اون منبعی که باش راحت هستید برای هر درسی رو باش پیدا بکنید. اگر بخوام خودم خدمتتون توصیه بکنم، بهترین منبع بدون هیچ شکی کیوبی های دکتر کامران احمدیه. یعنی هیچ فردی به اندازه دکتر احمدی به آموزش پزشکی ایران خدمت نکرده و کتاب‌های کیوبی هم که ایشون نوشتن چون بر اساس فرمتی که USMLE توی CK در واقع سوالاتش هست و با اون فرمت اومدن جلو، واقعا یه چیز شاهکار شده. ولی این به معنی نیست که همه باید ما از این منبع استفاده بکنیم و الزام وجود داشته باشه. هر منبعی که شما راحت ترید باهاش و راحت تر جمعش می‌کنید، باشه ارتباط بهتری برقرار می‌کنید، همون بهترین منبع برای شماست و هیچ الزامی وجود نداره که بگیم در واقع از این منبع خاص استفاده کنید. ولی بس تجربه همکارایی که داشتیم، واقعا کیوبی یک سرگردن از همه منابع بهتره به اکثریت درست. شاید مثلا یکی دو تا درس چند تا منبع بهتر براشون باشن. حالا برای کسی که میخواد رتبه بشه، اگر بخوایم واقع‌گرایانه باش بهش نگاه بکنیم، توی چند دوره اخیر چون پری ما قطبی شده، به این معنی که نه اینکه هر قطب برای خودش سوال در بیاره، به این معنی که هیئت بردی که توی تهران بودن دیگه سوال جنرال برای همه کشور در نمیارن. هر بار به یک استان میدن که مثلا برای پری ما کرمان همدان بود، فکر می‌کنم برای پری دوره قبل از بچه‌ها کرمان بود، یکی از شهرستان است. و چون این آدمایی هستن که تجربه کمتری توی سوالات پری طرح کردن دارن و یه جورایی دورای اول سوالات ریز بیشتر در میارن در هر دری شهرستان ها، اینکه اگر کسی نخواد از کیوبی استفاده بکنه، شانس 2.5% شدنش رو بسیار پایین میاره. نه اینکه غیر ممکن باشه، ولی بی‌نهایت پایین میاد. یعنی شما میتونی برای 3-4 تا درس 5 تا درستون نرسیدی به هر دری از کیوبی استفاده نکنید و باز هم 2.5% بشید. ولی اینکه اگر نخواید برای همه دروستون از کیوبی استفاده نکنید، بسیار شانسشون پایین میاد. پس برای که شما باید این کیوبی رو بخونید و بهترینش اینه که 2 تا 3 مرتبه برای خودتون برنامه‌ریزی بکنید که تون پروژه هر چند ماهی که برای خودتون برنامه‌ریزی کردید اونو مرورش بکنید. یعنی من خودم به شخصه که 2 ماه خوندم، اینطوری برنامه‌ریزی کردم که 3 دور بخونم و واقعا 3 دور خوندم. بعضی از دو بار ماه اول هر روز یکی از دروس کیوبی رو مرور می‌کردم، در 20 روز بعدی یکونیم در واقع درس کیوبی رو، یک کتاب کیوبی رو مرور می‌کردم و اون 10 روز آخر که بی‌نهایت فشرده بود و فشار زیادی هم اومد، 3 تا در واقع کیوبی توی روز مرور می‌کردم که واقعا هم فشار میاد روی آدم. در کنار این واقعا 90% کاری که شما برای پره بکنید همین کیوبیه. در کنارش کتاب بی‌نهایت خوبه دیگه وجود داره که باز هم کیوبی های دکتر کامران احمدیه. این هم چیز خاصی نیست حقیقتش، صرف این سوالات پره و دستیاری اخیره که با یک جواب ملال‌آور تورانی اومدن که هر کسی هم که بیس نداشته باشه این جواب بخونه کاملا اورینت میشه به موضوع. به نظر من این کتاب بهترین شیوه استفادهش اینه که ما قبل از پروژه پره یک بار تمام دروسش رو زده باشیم.
یعنی اگر شما قبل از اون 2 ماه 3 ماه یا هر چند ماه میخواید مطالعه کنید یک بار همش رو زده باشید، یک دید کلی بهش داشته باشید، خیلی کمکتون میکنه. و بعد توی همون فورجی پراتون هم اگر بتونید مثل کیوبیا 2 دوره دیگه اون رو در واقع مرور بکنید بهترین کار ممکنه. و به نظر من خود QA ها توی 2 روز یا 3 روز منتهی به آزمون، آخرین روزهای امتحان، اگر یک بار دیگه همشون تورق سریع بشن و همشون رو یک بار دیگه اون 20 دوره اخیرشون رو بزنیم، هیچ جمع‌بندی بهتر از این جمع‌بندی نیست که ما 3 روز آخر رو اختصاص بدیم هر روز مثلا 6 تا 7 دوره QA رو بزنیم و خیلی خیلی خوب مطالب رو میتونه برای شما منسجم و ارزم به حضورتون به صورت منسجم و منظم براتون ترتیب بیاره. یعنی کل پلنی که بچه‌ها برای رتبه شدن داشته باشن همینه و هیچ چیزی بیشتر از این نیست و همینش هم خیلی زیاده. حالا دو دسته بعدی از بچه‌ها که میخوام در واقع نمره پاسی بیارن یا نمره متوسطی بیارن، به نظر من اول این سر طیف رو حالا خدمتتون عرض می‌کنم. بچه‌هایی که میخوان صرفاً پاس بشن، به نظر من اگر میخوان ریسک بکنن 1 هفته هم حتی میشه باش پاس شد، ولی اگر بخوان خیلی دیگه در واقع بدون ریسک و با اطمینان خاطر و قلب مطمئن پاس بشن، اگر 3 هفته تا 1 ماه براش وقت بذارن واقعا زمان کافیه و کمترین تلاشی که باید براش بکنن اینه که 10 دوره آخر QA رو بیان برای خودشون بزنن به صورت آزمونوار و چندین دور بزنن. یعنی حداقل 2 دور تا 3 دور اون 10 دوره آخر QA رو بزنن و این حداقل تلاشی که بچه‌ها برای پاس شدن پره بکنن و واقعا اون 10 دوره آخرش کفایت میکنه برای پاس شدن. با ضریب اطمینان خوبی بچه‌ها پاس میشن اگر 10 تا 12 دوره آخر پره رو بزنن چندین دور. ولی اگه میخوایم کسی بگیم که به هر دلیلی میخواد نمره متوسطی بیاره، بیس نسبتا خوبی هم برای در واقع دوران اینترنیش داشته باشه، کاری که میتونن بکنن به نظر من کاست افکتیو ترین کاری که میتونن به جاش بکنن اینه که بیان 2 روز رو از گام آخر ماه هم بزنن. یعنی این QA بیس شماست و هر کاری که میخواد شما انجام بدید اون 10 دوره آخر QA رو باید بزنید. ولی هر چیزی که میخواد بیس بهتری برای خودتون داشته باشید اینه که باید بیاید 2 روز رو شروع کنید، از دروس مینور از گام آخر ماه هم شروع بکنید به زدن و خوندن باش. و چرا این من به خدمتتون توصیه میکنم؟ بسیار جمع و جوره. یعنی اینکه جزئیات رو دکتر نیکزاد اومدن زدن از همه جزئیات و اون اصل مطلب رو مثلا خیلی خوبه که ما یک درس سنگین و کاتوکولوفی مثل ارتوپدیک تو دروس مینور توی 700 جمع میشه. اگر شما مثلا روی دوره 1 کنید 2 ببینید توی 400 500 درس به این حجمی جمع میشه و برای همه مینورا هم همینطوره. یعنی هیچ شیوه درس خوندنی بیشتر از این کاست افکتیو نیست. و اگر بچه‌ها برسن از دروس مینورشون شروع بکنن بعد برسن و تموم بکنن به گام آخر، هر چقدر که برسن نمره بهتری میگیرن. من گام آخر دکتر نیکزاد رو برای دروس ماژور توصیه نمی‌کنم به دلیل اینکه دیگه اون ویژگی اصلیشون که کاست افکتیو بودن رو ندارن. ایشون آدم بسیار باسوادی هستن و اصلا تو شکی نیست. ولی اینکه من مثلا بخوام بیام 300 20 ساعت 25 ساعت برای مثلا یه درس ارزم بازتون قدرت یا روماتو بذارن اصلا منطقی نیست. همون رو اگر شما بیاید کیوبی بخونید توی 7 ساعت 10 ساعت 9 ساعت اگر کسی از قبل خونده باشه یا کسی از قبل نخونده باشه یکی 2 روز جمعش میکنه. و منطقی نیست که بخوام ما بیام همچین زمانی رو برای چیزی که تستاش به واقع جامعیت کیوبی نیست بذاریم. و این نحوهی بود که واقعا چه بخواید برای پرینترنی هیچ چیزی بیشتر از این نیست و بچه‌ها فقط طیف خودشون رو باید پیدا بکنن و ببینن کدوم دسته قرار میگیرن و تلاش در راستای اون انجام بدن. البته روشی که گفت به درد دستیاری هم میخوره. این حرفت خیلی در راستای دستیاری قرار میگیره. بله. کسی که یعنی پدر رو به چسب پشت دستیاری رو بره جلو، چون این خیلی زحمت میخواد کیوبی خوندنش دقیقاً اگه نخونده باشه. خب البته من یه چیز دیگه هم میخواستم بپرسم، میخواستم بگم در مورد بیس حرف بزن. همین خدمتتون در مورد منابع هم حرف زدی. آره میخواستم بگم که آیا به نظرت کیوبی بیس میسازه برای استیجری که تازه وارد بخش داخلی شده؟ الان من تازه وارد بخش داخلی شدم. سخت سواله هست که یکم واقعا سخته بخوام توی زمانی کم خدمتتون توضیح بدم، ولی من توی چند دقیقه خدمتتون بیشتر توضیح نمیدم که بقیه همکارانم دوباره برمیگردیم به منابع. آره بگو. من از شما خیلی کمک گرفتم توی این قسمت. یعنی من همیشه از پادکست های شما استفاده می‌کردم و همیشه واقعا قدردان زحمات شما هم هستم که واقعا بدون چشم داشت به همه بچه‌ها توی همه زمینه‌ها کمک کردید و اینجوری بدون تملق واقعا عرض می‌کنم واقعا کم پیدا میشن. چیزی که هست اینه که بله
این که یک کتاب تستی رو شما توی دوران فیزیوپاد و استیجتون بخونید به عنوان شرط لازم هست برای ساختن بیس، ولی اصلا شرط کافی نیست. یعنی کسی که تسلط به یک منبع تستی نداشته باشه و هر چیزی، این اصلا به خودش نمیتونه بگه که من اون درس رو بلد هستم، حالا هر درسی میخواد باشه. ولی اینکه شما فکر بکنید، استدلال بالینی یاد میگیرید، منیج کردن بیمار یاد میگیرید، اصلا برخورد با بیمار رو یاد میگیرید، هرگز اینطوری نیست. یه جمله از سر ویلیام اوسلر هست که من همیشه سر لوحه کار خودم قرار دادم، همیشه به بچه‌ها میگم. جمله معروفی که میگه که medicine is learned by the bedside and not in the classroom. Let not your conception of disease come from words that you heard in lecture or read from a book. See, compare and contrast, but see first. واقعا این جمله تمام چیزی که یک پزشک باید بدونه. اگر فارسیشو بگو، به خاطر اینکه انگلیسی گفتی سریع هم گفتی، فارسیش هم یه دور دیگه بگو چی میگه؟ بله. میگه که پزشکی یک علمیه که با گوش دادن یه لکچر توی کلاس درس یا خوندن از کتاب‌های پزشکی یاد گرفته نمیشه. پزشکی در بالین بیماره که یاد گرفته میشه و شما برای اینکه پزشکی رو یاد بگیرید باید ببینید، مقایسه کنید و استنتاج کنید، ولی شرط اول و لازمش دیدنه. اینکه ما اون که دانش بیس اولیه بالینی رو داشته باشیم شرط لازمه و قطعا هم شرط اوله، ولی هرگز شرط کافی نیست. که خدا شما خودتون رو توی بالین اینوالو بکنید به هر طریقی. هر چقدر که درگیر مریض بشید، تجربه بالینی بیشتری کسب بکنید، سعی کنید از اساتیدتون، رزیدنت و اینترنایی که در واقع اینترست هستن به یاد دادن که متاسفانه نظام خیلی تعدادشون کم شده، کمک بگیرید. این تجربه بالینی که واقعتش در نهایت برای شما باقی میمونه. چرا؟ چون ذهن مثلش قربار و الچ میمونه. که یک ذهن سالم همیشه بعد این کی کانسپت ها رو توی خودش قرار بده و اون جزئیات و زوائد رو همیشه بزنه. یعنی اصلا این چیز درست و صحیحی نیست که من تمام جزئیات رو سعی کنم به ذهن بسپارم و اون کلیات و اهمی موضوعات مهم رو من چطوری میتونم برای خودم تشخیص بدم با دیدن بالینی بیماره، با کمک گرفتن از اساتیدی که تجربه خیلی بیشتری از ما دارن و هر چقدر بچه‌ها خودشون بتونن سعی کنن که این والو تر بکنن به بالینی بیمار یادگیری بیشتری دارن. و در کنارش منابع فرعی بسیار زیاده که تو این زمین شما خیلی در واقع بهتر میتونید از من به بچه‌ها کمک بکنید و اون کتابایی که شما معرفی کردید، چه برای اپروچ بالینی به نشانه‌ها، چه برای مکانیزم‌های بیماری‌ها، چه برای خیلی کتاب‌های دیگه شما در واقع تو این زمینه مایات بالینی معرفی کردید، به نظر من به پادکست‌های شما مراجعه بکنن و اگر هم دوست داشتن بچه‌ها فایلشون هم میتونید براشون بفرستین. بیس در واقع علمی شما با همین ها ساخته میشه و نه هیچ چیز دیگه‌ای. اوکی. مرسی دکتر یوسفیان از توضیحات خیلی خوبت و داستانی طبقه بندی کردن بچه ها و انتخاب منابع خیلی خوب بود دیگه. اون سکشن منابع وقتی هم از بچه ها میپرسن دیگه از تو نمیپرسن چون شما گفتی. آره ولی مرسی. خانم دکتر قاسمی شما بفرمایید. میخوام در این زمینه برامون بگین که اینکه شما گفتین بحث بیس علمی شد، الان آخر کار دکتر یوسفیان شد و خب حالا داشتن مسیر درس خوندن و توی بالین هم میگفتن. میخوام که شما این رو مجدداً بهمون بگین که منظور از بیس علمی چیه، اینکه چی کار باید بکنیم، اینکه بچه‌ها بعضا ممکنه یه ما دو ما بیشتر وقت نداشته باشن و حالا یه متنبه میشن و میخوان یه کاری بکنن جدای از بحث فرجه و این حرفا. من الان میخوام یه کاری بکنم، الان من شهری برای امتحان دارم، بیسم هم مثلا نامشخصه، میخوایم که یه کاری بکنیم، اینجوری بریم جلو. بله. خب اگه بچه‌ها که حالا بچه‌ها میگم دو دسته میشن، یا حالا چیزی که شما فرمودید کسایی که مثلا شهریور آینده امتحان داشته باشن و حالا فرصتشون کم باشه، حالا عیدن به تفریح و خوش گذرونده باشن، خب این یه دسته از بچه‌ها. یه دسته از بچه‌ها هم هستن که خب نه، تازه استاجر شدن، ابتدای استاجرشون و خب خیلی وقت دارن. اونایی که خب ابتدای استاجرشون هنوز فرصت آزمون و خطا دارن. من با حرف دکتر موافق بودم. کتاب کیوبی واقعا کتاب خیلی خوبی هستن، خیلی خوب توضیح داره، نگارش خوبی داره، دسته‌بندی خیلی خوبی داره، ولی شاید برای کسی که ابتدای استاجرش هست و هنوز خیلی سر در نمیاره که حالا دارو چیه، درمان چیه، حالا تشخیصش چیه، شاید یه وایس یه فیلم در کنار اون مسئله گوش دادن خیلی کمک کننده باشه برای کسی که وقت داره، هنوز 2 سال استاجرش رو نگذرونده. این هم درس به درس به نظرم فرق میکنه و اینکه خود ما با چه کسی با چه استادی بیشتر ارتباط میگیریم.
وایسای پارسیان هسته، دکتر مجری، دکتر گرجی هست، وایسای دکتر پیرحاجی هم هست که من خودم به شخصه دکتر پیرحاجی رو خیلی دوست داشتم، خیلی ارتباط باشون میگرفتم، مخصوصا برای درسی مثل زنان که خب خیلی واقعا به نظرم با وایسای کم حجم جمع‌بندی می‌کردن، واقعا خیلی مفید بود، کاست بنفیتش خیلی به نظرم بالا بود نسبت به درس دیگه برای من. من کسی که استاجری هستش و خب فرصت داره آزمون خطا بکنه، حالا مباحث مختلفی که دو تا بورس هست کتابای مختلف گوش بده، ببینه با کدوم بیشتر ارتباط میگیره و دیگه بدونی که هی بخواد منبع عوض کنه و هی بخواد تغییرات ایجاد کنه، یه منبع برای خودش انتخاب کنه و تا آخر واقعا همون رو پیش بره، هی دل نکنه که مثلا وسطش یه منبع دیگه اضافه کنه یه چیز دیگه، چون این سردرگمی ها بیشتر باعث آشفتگی ما میشن. اگه یه چیزو از اول انتخاب کنیم خیلی به نظر منظم تره برامون. حالا برای کسایی که 6 ماه آینده امتحان دارن و فرصتشون کمتره، من کتاب کیو به باز به حرف دکتر پیشنهاد میکنم که من خودم اینطوری بودم که یک ساعت و نیم آخر هر شب وقت میذاشتم برای کتابای کیو ای، ترجیحاً مثلا فصله شروع میکردم که مثلا قبلا تو روتیشن خوب خونده بودم بهشون و الان یه دید کلی نسبت بهشون داشتم، شب یک ساعت و نیم کیو ای وقت میذاشتم. اینطوری هم نبود که بگم مثلا شروع کنم مثلا 1403 که سخت‌تر اینه، نه، از سال 401 شروع می‌کردم، از 401 به بعد من کیوبیاشو می‌زدم. بعد از این حالا برنامه شبامو که یک ساعت رو کیوبی وقت می‌ذاشتم، توی روزم من برای درسای مینورم از گام آخر گوش دادم، چون که واقعا توی زمان خیلی کم خیلی خوب مباحث جمع می‌کرد، دسته‌بندی خیلی خوبی داشت، جمع‌بندی خیلی خوبی داشت. برای درس مارجان ولی با دکتر پیرحاجی حقیقتش پیش رفتم، با دکتر پیرحاجی و کیوبی هم اگه حالا بچه‌ها میگن قبلا خوندن و حالا اطلاعات دارن میتونن اون باکسای آخری کیوبی رو بخونن، اون جمع‌بندیش خیلی خوبه، توی یه حجم خیلی کوتاه کل فصل رو توضیح داده و در کنارش برای اینکه حالا یه یادآوری براشون بشه یا اگه بیس خیلی خوبی ندارن از یه وایس دکتر پیرحاجی حالا هر منبع دیگه که خودشون فکر میکنن راحت‌تر هستن استفاده کنن، چون گاهی وقتا برای کسی که حالا خیلی خوب نخونده وایس گوش دادن خیلی میتونه تو نقشه ذهنی آدم قشنگ‌تر جا بگیره. من حالا میگم یه نکته خیلی خوبی هم که من توی استاجر رعایت کردم، برای مبحث داخلی تو قسمت آب و الکترولیتش یه سری وایس دکتر مجری داشتم، دکتر مجری قلب، خیلی وایس خوبی هن. یعنی برای کسایی که الان چون آب و الکترولیت یه مبحث خیلی مهمیه و برای بچه‌ای که الان وقت دارن فرصت کافی دارن این قسمت دکتر مجری خیلی خوب توضیح دادن، طوری که من الان یعنی قشنگ افروت‌های هایپوناترمی و هایپرکالمی با جدول تو ذهنم هست، اینقدر خوب این قسمت رو توضیح دادن، من اون قسمت خیلی مثلا خوب ارتباط گرفتم. میگم یه چیز خیلی شخصیه، اگه فرصت دارن آزمون خطا بکنن ببینم با کدوم راحت ترن، ولی صرفا اینکه بگم همه برای کتابی که برای همه مناسب باشه توی هر پایه علمی شاید نه، شاید نیاز باشه یه کوچولو یه وایسی ابتداش گوش بدن، یکم آشنا بشن بعد برن سراغ کتاب کیوبی، چون خیلی کتاب خوبیه ولی یه کوچولو ممکنه مخصوصا برای درسای مینور برای بچه‌ها سنگین باشه، یه وایس تکنارش گوش بدن شاید خیلی راحت تر بتونن ارتباط بگیرن. اوکی، مرسی از شما. دکتر قانونی شما تجربت چیه؟ شما بفرما، شما بگو. خب آقای دکتر، برای بخوام باز تقسیم بندی بکنیم برای بچه هایی که حالا اوایل کارشون هست و تایم خیلی خوبی دارن، من خودم سیستم درسونم اینطوری بود که اگر مثلا یه وایسی گوش میدادم که مطلبی رو توضیح بدن خیلی بهتر با اون مطلب ارتباط برقرار بکنم و بعد اون درس رو جمع بکنم. در اینچه من توصیه میکنم کلا از این قضیه استفاده بکنن. حالا تو هر درسی وایس‌های مختلفی وجود داره، انتخاب این که کدوم برای هر کسی بهتره یه چیز شخصیه، یه سری یا مثلا حالا نمیگیرن اون رو، حالا فرصت آزمون خطا نرفتیه، ولی صحبت اصلی روی اینه که یک وایس داشته باشن، یک ویدیو داشته باشن که اول اون مطلب رو براشون توضیح بده که مطلب جا بیفته براشون و بعد حالا یه مطالعه‌ای داشته باشن. و توصیه اینه که بله همونطور که بچه‌ها گفتن کتابای کیوبی فوق‌العاده کتابای خوبی هن، ولی نه برای اولین منبع، برای کسی که مطلب رو فهمیده یا مطالعه هم داشته بعدش بیاد از این کتاب برای تمرین و اینکه اون مطلب بشینه تو ذهن خودش استفاده بکنه. کتاب بهترین چیزی هستن که میتونه آدم استفاده بکنه برای تمرین، برای اون که اون سناریوها رو تو ذهن خودش تشکیل بده
بسازه و تمرین بکنه. مثلا اینکه آقا یک کیس PTE مثلا میخواد به من پرزنت بشه، به چه صورتی پرزنت میشه و حالا اون استپ بای استپ که من هر مرحله حالا تو قسمت تشخیصیش چی کار میکنم، تو قسمت درمانیش چی کار میکنم، تو علائمش و دنبالش بگردم، این تو ذهن من طبقه بندی میشه و میتونم این سناریوها رو داخل خودم بسازم و این رو هم تو بالین استفاده بکنم و هم برای آزمون هم استفاده بکنم. ولی خب حالا این که هایلایت کرده مدت خیلی نزدیک باشه با آزمون چی کار کرد، خب بگو از چی شو قطع شدی؟ برای فرصتی که آره بگو. بله یه لحظه ببخشید. برای فرصت 5-6 ماه و نزدیک به آزمون، خب برای کسی که قبلا از کتاب کیوبی استفاده نکرده شاید واقعا استفاده از اونها یک مقدار سنگین باشه و بهتره از این منابعی که خلاصه تر هستن استفاده بکنه. و از اونجایی که باز گفتم سیستم درس خوندن من اینطوری بود که با وایس و مثلا یه ویدیو راحت تر میتونستم مطلب رو پیش ببرم، تو این بین باز من خیلی با گام آخرهای ماهانه ارتباط میگرفتم و به نظرم هم برای درس های مینور و هم برای درس های ماژور، حالا به غیر از یه درس اطفالش که خب خیلی درس دلچسبی در نیامده، میتونن از این منبع استفاده بکنن که هم یه جنبند، چون که همونطور که بچه هم گفتن مطلب اضافه نداره. یعنی شما مثلا وقتی کیوبی رو میخونی باید مثلا یه پاراگراف بخونی و از توش یه سری نکاتی رو استنباط بکنی، برداشت بکنی و بعضی جهاتی نتیجه گیری بکنی. ولی خب وقتی شما اون گام آخر استفاده میکنی، همین که یک باب وایس مطالب برات مرور میشه و همین که دیگه شاخه و برگ و پاراگراف خونی نداری، هم یادگیریت اتفاق افتاده و هم بعدش میتونید یه اون نکات اصلی که از هر جا هست رو برداری. آقا مثلا برای مثلا تشخیص پیتی من یه لازم نیست مثلا یه پاراگراف بخونم، اون نکات اصلی که بعد برداشت بکنم داخل کتاب هست، با سرعت بیشتر میتونم از اون استفاده بکنم. در عین حال کتاب‌های QA هم بسیار منبع خوبی هستند که استفاده بشه و در این حال میشه واژه نقطه زنی رو استفاده کرد براشون، چون که هر ساله و تو هر چند دوره ای توجه ها خیلی میره به سمت یک سری مطالب. مثلا تو نورولوژی میخوام سوال بدن، روی یک سری مطالب فوکوس هست. یعنی بچه‌ها حالا اگه کتاب کیوبی رو استفاده بکنن میبینن که وقتی دوره های نزدیک به هم رو میزنن، یه سری جاها متوجه میشن که یه سری فوکوس هایی هست روی یک سری مطالب و خب اینها براشون تکرار میشه، متوجه میشن که آقا ممکنه با چی من در ارتباط، چی در انتظارم باشه، رو چی بیشتر وقت بذارم. مثلا حالا تو نورولوژی اگه مثلا گیلنباری سوال داده، این دفعه ممکنه از علائمش سوال بده، دفعه بعد ممکنه از اقدامات تشخیصی سوال بده یا از درمانش سوال بده. پس به این کتاب‌های QA خیلی مهمن، مخصوصا برای 1-2 ماه نزدیک به آزمون که بچه‌ها استفاده بکنن، هم با تست آشنا بشن، هم مطالب رو خوب جمع‌بندی میکنه براشون و یه جمع‌بندی خوبی تو تایم کم بهشون ارائه میده. برای روزهای نهایی هم بهترین مروری که هست و تو تایم خیلی کمتر، مثلا دیگه حالا بخوای خیلی سرعت دورت رو بری بالاتر، اون فالو آپ های انتهای کیوبی هست که نکات مثلا تو هر زیر شاخه از مطالب نکات اصلی و چیزهایی که نیاز شما از اون مطلب بدونی و بیشترین تکرار رو داشته و بیشترین توجه رو داشته گفته و شما میتونی یه مرور کلی رو اونها داشته باشی. دقیقا. مرسی دکتر نجفی. شما صبح بفرمایید. البته که گفتین که کیوبی و این داستانا یکم در مورد بیس علمیش میخوام بگین و اینکه موافق کیوبی برای اول کار هستین یا نه، اینکه چه کتابی کلا استفاده کنین به عنوان بیس علمی و بعد آخر کار چی کار کردین. به این روند بگو. بله خب از نظر بیس علمی که به نظر من خیلی روی کلا منابع نباید فرد حساس باشه، خودش هر چیزی که بیشتر باشه ارتباط میگیره و کلا خیلی از دوستان من هم هستن که لزوما نمرات بالایی تو امتحانات و شاید پرینترنی هم کسب نکردن و از نظر بیس علمی هم ممکنه که خیلی بهتر از من باشن و به نظر من منابع اونقدرها برای بیس علمی شاید یعنی مهم نباشن و بیشتر اون درگیر شدن فرد در بیماری ها و ارتباط گرفتن با بیماران و وقت گذاشتن واسه
بیماری ها مهمتره. خیلی ها صرفا شاید با سرچ کردن یک بیماری و خوندن دربارهش یه دید بالینی خیلی بهتری کسب کنن نسبت به کسی که مثلا از این منابع بخوان استفاده کنن. ولی برای پر اینترنی توصیه من برای تازه استاجرها اینه که کیوبی بخونن. من خودم واسه تمام بخشام کیوبی رو مطالعه داشتم و برای کسانی که وقت ندارن و الان دم پره هستن، دم پره رسیدن، خیلی وقت نذاشته بودن برای دروسشون، پیشنهاد من بیشتر QA هست. من خودم هم تو این 3 هفته‌ای که وقت گذاشتم برای پره اینترنی صرفا 10 تا دوره از QA ها رو زدم، چیز بیشتری مطالعه نداشتم. QA. ولی در طول استاجری QB خوندم. در طول استاجری QB. و درگیر بودن توی بالین و بیمار دیدن و این داستان. بله همینطور. اما بریم سراغ این موضوع که خیلی در مورد الان همه عزیزان در مورد QB خیلی صحبت کردیم. یه نیم نگاهی هم به افرادی داشته باشیم که آقا من خیلی برام حالا پره مهم نیست، مهم اینه که پزشکی رو یاد بگیرم، میخوام یه آزمونی بدم بره دیگه حالا، ولی من میخوام یه پزشکی رو یاد بگیرم، پزشک خوبی باشم، درسم خوب باشه، هدفم موندن توی ایران نیست، اصلا نمیخوام رزیدنتی بدم ولی میخوام پره بدم دیگه. برای این گروه چه جوابی داریم؟ این گروهی که رتبه نمیخواد بشه، نمیدونم قرار نیست خیلی هم وقت بذاره برای پرش، ولی قراره که یه درس خوبی رو خونده باشه و همین. این یه سناریویی در نظر بگیریم که طرفاتو بخواد مهاجرت هم بکنه مثلا، برای همین نمیخواد خیلی از منابع ایران هم حتی استفاده بکنه و بخواد بهش اتچ بشه و همین یه پزشک خوبی باشه و یه چیزی داشته باشه، یه بیس علمی داشته باشه، بتونه استفاده بکنه. برای این گروه پیشنهادتون چیه؟ دکتر یوسفیه. سلام مجددا از خدمت تو. والا چند تا کتاب هست که به نظر من هر دانشجوی پزشکی باید مطالعهش بکنه. اینو ما صرفا برای ساختن بیس و دانش بالینی میگیم، نه برای امتحان و نمره آوردن. مثلا برای کسایی که میخوان مهاجرت بکنن و اونقدر براشون مهم نیست و بیشتر باید ارزم به حضورتون بیشتر کاری که انجام میدن روی ریسرچشون باشه. من یک کتابی که خیلی دوست داشتم، این کتابی که خودتون معرفی کردین، An Evidence-Based Approach to Clinical Diagnosis، همون کتابی که حدوداً 60 از علائم نشانه‌های بالینی شایع رو برده بر اساس ارگان بیس جدا کرده و بچه‌ها اینو به نظر من بهترین زمان استفادهش داخل استیجریه. فرض کنید شما میرید داخل بخش داخلی، الان با بخش گوارش یه بخش سنگین‌ترین بخش داخلی شروع کردید. حتی اگر سنگین‌ترین بخش داخلی هم شروع کنید، این کتاب رو وقتی باز می‌کنید 6-7 تا ثانیه بیشتر نداره. مثلا کاردیولوژیش رو می‌بینید کلا 3-4 تا ثانیه بیشتر نداره. اگر شما سعی کنید تو هر بخشی که میرید اون ثانیه‌های مرتبط با اون بخش رو بخونید، حتی اگر نرسیدید همش رو بخونید، دوست تا شایع‌ترش و مهم‌ترش رو بخونید، واقعاً مهمترین کتابی که یک پزشک باید بلد باشه و خونده باشه اینه. چرا؟ چون تمام دنیا و کشور ما استثنا نیست، اینکه ما دیزیز بیس درس می‌خونیم و اینطوری نیست که اپروچ وار یاد بگیریم نگاه کردن به مسائل رو. برای همینه که مثلا ما میایم 2 هفته 3 هفته کورس گوارش می‌ریم، یه عالمه مبحث تئوری یاد می‌گیریم، بعد میریم توی بالین 20 نفر رزیدنت و اینترن و ارزم به حضورتون استاژ کنار هم دیگه، این یک نفر بلد نیست که الان مریضمون تعوض فاقد بچی کنیم و هم دیگر داریم نگاه می‌کنیم و واقعا این سناریویی که پیش میاد و خجالت میکشیم هممون که ساده ترین مسائل و بدیهی ترین چیزها رو هیچ کس بلد نیست بهش اپروچ بکنه. این کتاب ویژگی خیلی خوبی که داره اینه که خیلی مختصر میاد در مورد موسان سیستم به بچه‌ها یاد میده. بعد میگه که اون جایی که توی شهر حاله، یعنی ما وقتی میریم تو بالین عملا رها میشیم در بالین، هیچ کسی نیست که به ما یاد بده، مگر اینکه یک استثنایی پیش بیاد که کسی بخواد علاقه‌مند باشه که بخواد به بچه‌ها یاد بده، وگرنه نه کسی سوادش رو داره نه حوصله‌اش رو داره اگر سوادش رو داشته باشه. این کتاب میاد میگه شما وقتی که انسان رو دیدید همچین چیزی رو از بپرسید از بیمارتون، اگر همچین جوابی داد به سمت چنین تشخیص‌هایی میرید و هر کدومشون چقدر پوزیتیو پردیکتیو ولیو دارن و چقدر نگاتیو پردیکتیو ولیو برای اون تشخیص دارن و در نهایت هم یک الگوریتم خیلی ساده ای میاره که خلاصه مطلبی چیزی که ما بعد مثلا برای اپروچ به نازومیتینگ بلد باشیم همین الگوریتمه. خیلی ساده است واقعا.
به نظر من این کتابو قطعا همه بچه‌ها باید مطالعه بکنن. یه کتابی که من خیلی شخصا دوستش دارم و کمتر شناخته شده است، من ندیدم کسی اونقدر مطالعه بکنه، کتاب تینتینالی بوژانسه. این کتاب بی‌نهایت کتاب زیباییه. چرا؟ چون اومده که کلا حدود 1100 صفحه است، تمام پزشکی رو شامل میشه و صرفا مسائل اورژانسی اومده بحث کرده. خیلی خوبه که بچه‌ها از استاجری وقتی شروع میکنن مثلا میرن بخش قلب، کلا 5 6 تا چپتر اون کتاب نداره و ویژگی خیلی خوبی که داره باز اینه که مختصر اومده توضیح داده، ولی وقتی که برای منیجمنت شده اومده تک به تک برای شما اوردر گذاشته. اگر همچین چیزی شد بیاد فلان دارو رو با فلان دوز و با فلان جزئیات بده. ولی دقیقاً بهترین ویژگی این کتاب اینه که مانع و جامع، نه اونقدر اومده توضیح بده که ملال آور بشه، نه اونقدر کوتاه گفته و منیجمنت رو کم گفته که عملا یک چیز کلی بشه، مثل کتاب مثلا اوییدنس بیس که خدمتتون عرض کردم. کتاب اوییدنس بیس اپروچ تو کلینیکال دیاگنوزیس بیشتر به شما دید میده برای اپروچ کردن، ولی برای منیجمنت به درد شما نمیخوره. یعنی یه جورایی مثل فلسفه‌ای میمونه که بسیار به دید شما کمک میکنه، ولی در دنیای واقعی شاید اونقدر دست و پا گیر برای شما نباشه. ولی کتاب تینتینالی کاملا برعکس اونه و این دو تا مکمل بی‌نهایت زیبایی برای هم دیگه هستن. کتاب تینتینالی به شما دید نمیده، به شما اپروچ یاد نمیده، میگه آقا من همچین مشکل بالینیا دارم و الان باید همچین کاری باید بکنم. اصلا دیگه مهم نیست که شما بیاید از این زاویه بهش نگاه بکنید، از اون زاویه نگاه بکنید، این مشکل این راه حل میشه. چند تا کتاب دیگه هست که خدمتتون عرض بکنم. اگر بچه‌ها بخوان از فیزیوپات خیلی مفهومی یاد بگیرن، یک کتابی هست به نام مکانیزم اف دیزیز که این استاد صادقی عزیز معرفی کرده بودن به من. این کتاب اومده دوباره بر اساس ارگان بیس های پزشکی، مثلا روماتوم، گوارش، خودت، هر چیزی، یه سری ساین سیمپتوم آورده برای اونا توضیح داده که چرا همچین ساین سیمپتومی در واقع ایجاد میشن، که خیلی قشنگه اون قسمت. بعد من گفت آقا کامن دیفرنشیال دیاگنوستیک چیه، اونایی که لس کامن هستن چیه و چقدر هر کدوم از اونها ارزش بالینی دارن. این کتاب خیلی به شما کمک میکنه که یک ذهن منسجم و منظمی برای نشانه‌های بالین داشته باشید و یه حالت شرلوک هولمز طوری به شما میده. یعنی هر موقع که هر کسی رو میبینید توی بیمارستان میدید، حتی اگر بلد نباشید اسم اون نشانه بالین چیه، وقتی که یک بار چشمتون بهتون این کتاب خورده، سریع میرید اون رو نگاه میکنید، در واقع مکانیزمش رو میخونید، دیفرنشیالش رو میبینید و تا آخر عمر واقعا این کتاب این اپروچ ها و این ساین سیستم ها و دیفرنشیالش رو ذهنتون میمونه. و این قسمت چیزیه که به نظر من بچه‌ها رو تمایز میده از هم دیگه. این پزشکان ما همه جای دنیا اینطوریه، نه فقط این کشور خودمون. اینقدر چرا نشانه های بالینی ایجاد میشن و چه دیفرنشیالایی به غیر از اون دیفرنشیال شاید دارن، اصلا کسی این چیزا رو نمیدونه. و اگر کسی این چیزا رو بدونه، واقعا پزشک حاضر میشه. و اگر بخوام من به آخر خدمتتون توصیه بکنم، من به همه بچه‌ها توصیه میکنم که جلسات CBCA یا کلینیکو پاتولوژیکال کانفرنس استاد بیداری رو شرکت بکنن. هر پنجشنبه برگزار میشه. اگر نخوان در واقع به صورت آنلاین هم شرکت بکنن، وقت جلساتش توی کانال قرار میگیره، خدمتشون میتونم مثال بکنم. استاد بیداری عملا پدر طب اورژانس ایران محسوب میشن، خودشون فوق العاده هستن، متخصص داخلی هستن، متخصص به اورژانس هم هستن. حالا ما با بقیه همکارا یا میایم در واقع کیس ریپورت های نیو انگلند رو توی این جلسات ارائه میدیم یا کیس های چالنجینگ که خودمون داریم و میایم ارائه میدیم و اینا استپ وایز ما بهش اپروچ میکنیم. یعنی استپ وایز من شرح حالو میگم، برای همکار شرح حالو میگم، استاد از ما سوال میپرسن، ما از استاد سوال میپرسیم و استاد تسلط بی‌نهایت زیادی بر پزشکی دارن. یعنی هیچ کس، واقعا من هیچ کس ندیدم که تسلط استاد بیداری رو به پزشکی داشته باشن و همه ما شرمنده میشیم وقتی استاد میاد توضیح میدن. و به نظر من بچه‌ها اگر تو اینجا اساس شرکت کنن، حضور فعال داشته باشن، خودشون بیان کیس ارائه بدن، چه کیسایی که توی بالین داشتن، چه در واقع سیکس‌های نیو انگلند رو برن به عنوان معتبرترین ژورنال پزشکی بخونن، اینم خودش بی‌نهایت بچه‌ها رو افتخار خواهد داد. و همین الانم که دیگه بحث از نیو انگلند شد، من میخوام صحبتمو تموم بکنم. به نظر من از این وبسایت نیو انگلند هم تا میتونید بچه‌ها استفاده بکنن. یعنی شاید از فیزیوپات زود باشه، ولی از استاجری اگر سعی کنید شما این بیشتر از هفته یک کیس ریپورت یا همون CBC که خدمتتون عرض کردم که ارائه نمیشه توی اینجا، اگر شما سعی کنید هفته نیم ساعت 40 دقیقه یک ساعت وقت بذارید برای خودتون و این سیکس نیو انگلند رو بخونید، اون ایمیج کیس هایی که ایمیج چالش هایی که هر هفته میذاره رو نگاه بکنید، واقعا وقت زیادی از شما نمیگیره. ولی وقتی که 6 ماه، یک سال، چندین سال این رو در واقع ادامه میدید، اون 5% و 10% افتراق آخر کار که یعنی یک سری افراد هستن ما از دور اونها رو باشون میبینیم، 5 دقیقه باشون تعامل داریم، میبینیم که اصلا کلا توی یک لول دیگه ای هستن.
مثل افرادی میمونه که بگیم افتخاری هستن که به جایگاه خودشون قرار گرفتن. یعنی مثلا ما استادی ما میبینیم و صداشون رو میشنویم، افتخار هر دانشگاهی که ایشون رو داشته باشه و اصلا برعکسش هم صادقی نیست. میگم واقعا این چند تا مورد آخر که خدمتتون عرض کردم افتراق دهنده افراد هستن و شاید برای اکثریت ما نیازی نباشه که ازش استفاده کنیم، ولی این دانشی بود که خدمتتون می‌خواستم عرض بکنم و بیشتر از این مختصر اوضاح نمیشم. قربانت، مرسی عزیزم. خانم دکتر قاسمی شما بفرمایید. بحث کردن در مورد این که افرادی رو داریم که اصلا بحث رتبه براشون مطرح نیست، میخوان یه پزشک خوبی بشن، یه بیس علمی داشته باشن، حتی دستیاریه یا نه براشون مد نظر نیست. و برای این گروه پیشنهادتون چیه؟ بیشتر حقیقتش این که من میخوام بچه‌ها رو انقدر تفکیک بکنم که حالا این گروه میخوان که تست بدن برای اینکه امتحان دستیاری شرکت کنن، این گروه فقط میخوان حالا به فکر مهاجرت و آزمون یو اس ام اینا هستن. حقیقتش این دستبندی واقعا نداره، که به خاطر اینکه ببین پی تی در سر دنیا یه کیس بالینی داره یا مثلا دی که ای یک کیسه. یعنی واقعا اینطور نیست که بگم حالا چون میخواد شما آزمون یو اس ام بدید نه این دی که ای یک مورد جلوه. حقیقتش اینطوری نیست. واقعا کیسای بالینی که ما داریم میخونیم، دوست منم هستن که کشور دیگه هستن، ولی واقعا همینه دیگه ای سر دنیا همینه. حالا ممکنه ما مثلا تو عدد اف که در نظر میگیریم یک دو عدد اختلاف داشته باشیم، حالا طبق نژاد یا طبق هر چیزی که تو کشور ما هست کشور دیگه نیست، ولی واقعا این که خب کیس بالینی همه جا همینه. شما اگه بورس‌های مثلا پارسیان بخونی یا که بخوای منبع بخونی، آره کسی که میخواد حالا مهاجرت بکنه بهش بگیم مثلا منبع بخون، اون قطعا منبع نمیخونه. یعنی کسی که حال نداره الان بشینه وایس گوش بده کتاب کیوبی بخونه، الان قطعا منبع نمیخونه. کسی که میخواد برنامه داره که مهاجرت کنه، به نظرم خودش رو خیلی تلاش بکنه که آداپته کنه با آپ تو دیت، با مدسکی، با سایتایی که اینطوری هستن. یعنی یاد بگیره که سرچ بکنه. الان مثلا میخواد در مورد دیگه ای بخونه، تو آپ تو دیت سرچ بکنه، یه عالمه جدول اپروچ براش میاره که حالا این فرد زبان انگلیسی و هر چیز دیگه یاد بگیره چجوری بخونه از این آپ تو دیت با این حجم اطلاعاتی که براش میاره چیا رو استخراج کنه که به نفعشه. الان مثلا میخواد بره تو این جدول، خب تشخیص چجوریه، چه چیزی تو تشخیص مهمه، خب درمان از کجا شروع میکنه، پتاسیم چند باشه چی براش میذاری. یعنی میگم خیلی به نظرم تفاوت نداره که بخوام بچه‌ها رو دسته‌بندی بکنیم، مطلب همونه، فقط اینکه حوصله خوندن داشته باشن نداشته باشن که فرق میکنه. ولی چیزی که حالا به نظرم اول برای همه مهمه، ولی در اونایی که میخوان مهاجرت کنن مهم‌تره اینه که مثلا تو آپ تو دیت با چت جی پی تی الان اینقدر قشنگ شما میتونید تو چت جی پی تی این مطلب بدید، مثلا میگه بر اساس حالا آپ تو دیت یا بر اساس فلان رفرنس برای من دسته‌بندی کن. اینقدر قشنگ میتونه دسته‌بندی براتون بکنه، هم شما یاد میگیرید که چجوری با این اپلیکیشن ها با این سایت ها کار بکنید، همین که خب تو اون بحث خوندن و درگیر کردن خیلی به نظرم کمکمون میکنه. دقیقاً آفرین. این خیلی چیز خوبی بود، به خاطر اینکه بچه‌ها خیلی خودشون رو جدا میکنن و میگن که ما که نمیخوایم چیز کنیم با فلان و اینا. دقیقاً همینطوره، پزشکی فکته و همه جا همینه و مطلب پزشکی فرقی نمیکنه، فقط ما یه سری کتاب داریم که داره اینا رو بهمون آموزش میده و متفاوتش میکنه. مهم اینه که بالاخره یه چیزی بخونی. و دقیقاً هوش مصنوعی من اتفاقا توی علوم پایه هم خیلی به بچه‌ها تاکید کردم و گفتم ازش استفاده بکنید، بهتون کمک میکنه توی یادگیری مطالب. تو بالین هم خیلی کمک میکنه، تو تشخیص افتراقی دادن ها، استدلال بالینی کردن و خیلی داره خوب عمل میکنه. میتونید ازش واقعا استفاده بکنید. مرسی که یادآوری کردید که ازش استفاده بکنن بچه‌ها. دکتر قانونی شما بفرمایید. حالا در مورد داشتیم در مورد همون بحث بیس علمی و اینا صحبت می‌کردیم. خانم دکتر در مورد هوش مصنوعی گفتن، دکتر یوسفیان چند تا کتاب بهمون معرفی کردن که برای پزشک خوبی شدن هست، برای مسیر نرمال بودن از هدف و نذاریم پره و رتبه یا دستیاری، برای اینکه یه پزشک خوبی تر باشیم. خوبی تر، چقدر خوب گفتم، بهتر. در این مورد بخوام بهمون بگی دکتر. ببینید برای اینکه ما کاری که خودت کرد، ببینید برای پزشک شدن و اینکه چه مسیر رو طی بکنیم، حالا یه سری میخوان جا بمونن، یه سری میخوان برن، حقیقتا برای اون مطالب کلینیکال و بالینی خیلی تفاوتی وجود نداره، چون همطور که خودتون گفتین و بچه هم گفتن این مطالب همه جا یه چیزه،
ساین و سیمتوم ها یه چیزه، اقدامات در تشخیصیمون یه چیزه. حالا ممکنه تو درمان مثلا یه سری گایدلاین ها مثلا با هم متفاوت باشن، ولی اون اصل مطلب یه چیزه. من حتی حالا اخیراً یه موضوعی بود که یه نگاهی هم مثلا داشتم به سوالاتی که خود USMLE طرح میکنه برای ورود، میدیدم که یکی اگر مثلا حالا میگه من مثلا کلیه از اینجا حتی کیوبی خونده باشه، میتونه خیلی از سوالات اونور رو پاسخ بده، چون اونها مثلا یه مبحثی مثل AKI پاتولوژیش، عللش، همه این مطالب یکیه و میتونی قشنگ پاسخگو باشی، هم تو بالینت استفاده بکنی از اینها و هم این که حالا هر امتحانی بخوای شرکت کنی. فقط تفاوتش اینه که ما اینجا مطالبی که برامون تعریف میشه یک سری مطالب پر اهمیت وجود داره که خیلی شایعن. یعنی مثلا شما یه مطلبی مثلا میخوای قدرت بخونی، تو قدرت خوندن دیابت و مطالب تیروئید خیلی شایعن و باید بلدش باشه. یک سری مطالب بایدیه، یعنی مثلا من نمیتونم قدرت رو خونده باشم اما روی دیابت و تیروئید تسلط نداشته باشم. بچه‌هایی که حالا هدف آزمون دادن ندارن باید این مطالب رو، این سرپرستایی که تو هر درسی هست و ضروریه که یک پزشک حالا در سطح پزشک عمومی آشنایی داشته باشه با اون مطالب، اینها رو جدا بکنن و اونها رو روش تسلط خیلی خوبی پیدا بکنن. حالا بقیه مطالب فرعی تر اونها رو حالا در حد اینکه توی حالا بیمارستان مواجهی داشته باشن، یه مطالعه کیس بیسی روش انجام بدن، یا مثلا تو کلاس ها بحث میشه آشنایی مطالب داشته باشن، مثلا راند ها بحث صورت میگیره، اونها رو میتونن به این شکل فرار بگیرن. اما اون قسمت اصلی، اون مطالب اصلی هر درسه که ما باید بدونیم چیان، اونها رو روشون مسلط باشیم. از مطالب از حالا منابع مختلفی که حالا از همین کتاب کمک آموزشی استفاده میکنه برای آموزشش، یکی ترجیح میده وایس یا ویدیو گوش بده، یکی ترجیح میده حالا یک کتاب دیگه‌ای بخونه، یکی ترجیح میده نمیدونم آپ تو دیت بخونه. به هر نحوی هست اون مطالب رو مسلط باشیم، چون که بیس مطالب یه چیزه و ما باید اینها رو بلد باشیم. دقیقاً. آفرین. مرسی از توضیحاتت. دکتر نجفی جان، شما به همون بگو از این میخوام استفاده بکنی، شما که تجربه ای داشتی که کیوبی رو به عنوان حتی بیس هم توصیه کردی یکی بخونه، میخوام حالا اینا بگی که اوکی شما الان وارد اینترن هم شدی و داری وارد مقطع بالین شدی، داری ازش استفاده میکنی به عنوان یک کادر درمان و حالا در آینده به عنوان پزشک وارد جامعه میشی. میخوام از این مورد استفاده بکنیم که اوکی اگه کسی مثل خودت هدفش رتبه مثلا توی پره و اینا نباشه و بخواد کاملا مسیر رو نورمال طی بکنه، کلا توصیه‌تون چیه؟ و تجربه‌ای که خودت توی بالینم داشته از استیجری و این حرفا، اینا رو بگو. بله، خب منم بیشتر واقعا توضیحات دوستان خیلی کامل بود و تأکید میکنم بر همون توضیحات دوستان، ولی تجربه شخصی خودم علاوه بر اینها، من خودم واقعا از هوش مصنوعی خیلی کار میکشم و واقعا تو روزمرم خیلی از وظایفی که حتی خودم باید انجام بدم و میندازم رو دوش هوش مصنوعی. حالا تو زمینه علمی و این داستانا من در کنار کیوبی که مطالعه میکردم، هر جا که هر مکانیزمی یا هر توضیحی واسم ناواضح بود از همین چت جی پی تی میپرسیدم و واقعا طوری برام توضیح میداد که برای همیشه تو ذهنم باقی میموند. و به نظر من استفاده کردن از همین تکنولوژی‌های بروز مثل چت جی پی تی بی‌نظیره. و کیوبی هم بله، به نظر من همونطور که دوستانم فرمودن، خب بالاخره بیس پزشکی یه چیزه، هر جای دنیا هم باشیم دیکی همون دیکیه و اپروچ بهش هم مشابه هست حداقل. و کیوبی هم به نظر من بله خیلی خوب توضیح داده و این موارد رو و طوری هم به نظر من توضیح میده کیوبی که واقعا تو ذهنمون میمونه، یعنی اون فراموشی رو به نظر من کم میکنه واسه آدم و امکان مرور رو هم خیلی ساده در اختیارمون قرار میده که دوباره برگردیم هر جایی که مشکل داریم و هایلایت کردیم و راحت برگردیم استفاده کنیم. به نظر من بله ترکیب کیوبی و چت جی پی تی به نظر من فوق العاده است. اوکی، مرسی. به عنوان
فلش بک بخوایم بریم جلو، میخوام این سوال رو با هم دیگه بررسی کنیم که اگه برمیگشتین عقب چی کار میکردین یا چه کاری رو نمیکردین. میخوام در مورد اشتباهاتتون بگین و میخوام در مورد اشتباهاتتون صحبت بکنیم و ریگرتس ها، پشیمونی ها، اگه کاری کردین دوست داشتین کاری بکنین نکردین یا توصیه برای بچه ها دارین. میخوام در این زمینه صحبت بکنیم که دو تا یوسفیان که خیلی منابع خوبی رو معرفی کردن و قطعا بچه ها میتونن ازش استفاده بکنن که بعداً در آینده پشیمونی به بار نیاره. ولی خوشحال میشم که 4 تا عزیزمون در مورد این موضوع صحبت بکنن، در مورد اشتباهات، اگه برمیگشتین چه کاری رو میکردین چه کاری رو نمیکردین و ریگرتسی اگر دارین، پشیمونی اگر دارین بگین. دکتر یوسفیان بگو. الو دکتر یوسفیان. والا بخوام خدمتتون عرض بکنم دوربین دکتر یوسفیان هم داریم، بله تصویرشون هم داریم دیگه این سری. خب والا بخوام خدمتتون عرض کنم این که بخوام بگم مثلا من این من برام موبایل تا این طرفی کن، موبایل تا این طرفی کن که تصویرت گنده بشه. با فکر کنم با موبایل این طرفیش کن، موبایل تا تصویرت چیز بشه. خوبه میشه؟ نه شد دلش همونجوری کلا اینجوری میاد. اوکی خب مثلا بازم اینه که بگم اگر من این منبر استفاده می‌کردم به جای اون یکی، اینا چیزای خیلی کوچیکیه که به نظر من واقعا اهمیت خاصی اینجا نداره. یعنی هر کاری که ما باید انجام بدیم اینه که بچه‌ها سعی کنن از دوران فیزیوپاتی شروع میکنن، باید 1-2 تا روتیشن، 3 تا روتیشن، 4 تا روتیشن حد اکثر بگذره و این آزمون و خطا رو داشته باشن. یعنی همه ما در نهایت یک فرصتی رو برای آزمون و خطا تو همه جنبه‌های زندگی باید به خودمون بدیم و تنها سودی که شاید این جلسات میتونه داشته باشه اینه که اون زمانی که ما برای آزمون و خطا میخوایم داشته باشیم با استفاده از تجربه‌های بقیه به حداقل برسونیم و حداقل ضرر رو به خودمون وارد بکنیم. ولی هیچ چیز جای آزمون و خطا رو همه جنبه‌های زندگی نمیگیره و ما تا وقتی که خطا نکنیم نمیتونیم افیشنت ترین روش ممکن رو برای خودمون پیدا بکنیم. و من از این زمینه واقعا در واقع پشیمونی خاصی ندارم. همه اینا تجربه بوده، هر کتابی که خوندم یا نخوندم در نهایت باعث شده که به اینجا برسم. ولی چیزی که جای خاصی هم نیست واقعا، ولی میخوام بگم که بچه‌ها باید اون آزمون و خطا رو داشته باشن و نترسن از اینکه حالا شاید یه روتیشن 2 روتیشن رو از دست بدن. ولی چیزی که میخوام خیلی روش تاکید بکنم اینه که از همون اول باید بچه‌ها تکلیفشون با خودشون مشخص باشه و گل دایرکت عمل کنن. اینکه آرمانی ما نباید فکر بکنیم. یعنی شما هرگز نمیتونید یک آدمی باشید که از لحاظ کلینیکال درجه 1 باشید، از لحاظ ریسرچ درجه 1 باشید، از لحاظ ورزشی درجه 1 باشید، از لحاظ رسیدن به روابط خانوادگیتون درجه 1 باشید. اینه که ما باید یکی دو تا چیز رو که اهمیت برای ما دارن و اولویتمون هستن انتخاب بکنیم و توی بقیه چیزها باید قبول بکنیم که ما یک آدم متوسطیم و بیشتر از اون هم نمیتونیم باشیم. همه ما انسانی و یک ظرفیتی داریم و این اگر ما سعی بکنیم که به این درک برسیم که اولویت اول و دوم ما چیه، واقعا بیشتر لطف خودمون رو تو این سن جوانی به خودمون میکنیم. اگر کسی میخواد مهاجرت بکنه باید به خودش صادق باشه. هیچ کسی بچه‌ها از شما اپریشیت نخواهد کرد آینده. اگر رو یک پره باشی، 2 باشی، 3 باشی، nobody cares به قول معروف. این که واقعا هم تو این کشور واقعا این سطح قدردانی اونقدر پایین اومده و هر روز پایین‌تر میاد که دلتون رو به هیچ چیزی خوش نکنید. حالا شاید در واقع درست نباشه اینجا میخوام بگم، ولی فکر نکنید که کسی از شما تشکری خواهد کرد. اگر قصد مهاجرت دارید از همین الان سعی کنید که ریسرچتون رو شروع کنید هر چه زودتر. میدونم خیلی از این پیپرها الکی و به درد نخوره، ولی در هر حال ریکوایرمنت ما هست که چند تا پیپر بدید و در کنارش اون حداقلی که باید از بیس پزشکیتون بلد باشید ولی تاکیدتون روی ریسرچ باشه. اگر میخواید توی ایران دستیابی برید بچه‌ها از همین الان در واقع سعی کنید که تستی حداقل یک منبع تست از فیزیوپاتی ساجری و خود شروع کنید و دوران اینترنتتون رو حداقل زمانی که میتونید تلف کنید رو داشته باشید و بیشتر برید کیوبی بخونید و خودتون رو برای امتحان دستیاری در واقع آماده بکنید. اگر هم میخواید وارد بیزینس بشید اصلا نمیخواید وارد پزشکی عمومی و ادامه بدید یا هر چیز دیگه‌ای که شما عاقل ترین نیست تا دست همه این بارم بگیرید. جالب بود، مرسی. خانم دکتر قاسمی شما بفرمایید. من در مورد پشیمونی که خب حقیقتش آدم
که حالا استیج بشم استیج معدل بودم خیلی، حالا بر اثر نطفه نمره پرم اگه 2% میشدم خوشحال‌ترم میشدم. من نمره 150 شد، چند تا نمره کم داشتم برای 2%، ولی خب چون حالا استیج بودم خیلی نگرانی نداشتم. اگه برمیگشتم به عقب به نظرم اول اینکه زودتر تصمیم میگرفتم، یعنی به نظرم آدم یه تصمیم اشتباه رو ولی زود بگیره، همونو ته بره، بهتر از اینکه هی سردرگم باشه که حالا الان ولش کنم برای مهاجرت اقدام بکنم یا که من بشینم برای پره بخونم یا ولش کنم. این زودتر تصمیم گرفتن به نظرم خیلی بهتره، چون باز زمانی که من می‌خواستم بخونم خیلی محدود شد، بعد حالا یه تایمی نتونستم بخونم. این خیلی منو سردرگم کرد. یکی این موردی که به نظر من بچه‌ها قشنگ بشینن فکر کنن ببینن واقعا چی دلشون میخواد، حالا دستیاریه یا نمیدونم مهاجرت یا هر چیزی که هست، با خودشون شفاف باشن، بدونن چی میخوان، زودتر شروع کنن. خیلی حالا گفتش ندن که ببینن بریم جلو ببینیم چی میشه. این مورد من بیشتر رعایت میکنم. و مورد بعدی همین که این خلاصه نویسی و وسواس مطالعه داشتنه. من تو به نظرم بعضی جاها که اصلا نیازی نیست آدم خلاصه بنویسه، که وقتی زیاد وسواس نشون میدادم خلاصه نویسی میکردم، در صورتی که خب بار دوم یا سوم آدم مطلب رو بخونه تو ذهنش جا میگیره، اصلا نیاز به خلاصه کردن نداره. خلاصه کردن به نظر فقط باید محدود به یه سری بخشا میشد، مثلا محدود به اون قسمت آنمی توی درس هماتولوژی بود که الان میخوام انواع آنمی ها رو بخونیم، در مورد که حالا کدوم میکروسیدیک ماکروسیدیک، یه جنبندی اینطوری آدم داشته باشه توی یه دهه یه برگ آچار، نمیدونم چند صفحه، که فقط یه جور چیزش باشه، یه موقع گاهی وقتا چیز رو هم اشتباه نکنه. یا در حد مثلا شاید بگم نشونه‌های بالینی تیپی که انواع سردرد تو قسمت نورولوژی هست، در همین حد یکی دو تا برگ کافیه. اینکه حالا هی وسواس داشته باشیم نه من اینو خوب بخونم عمیق‌تر بخونم، به نظر من خیلی جالب نبود. شاید اگه برگشتم بعد این کمی وسواس رو به نظرم کمتر می‌کردم. آره وسواس خیلی بچه‌ها مثلا تو علوم پایه که دیگه خیلی زیاد دارن، تو بالین دیگه یه غرق میشن تو مطالب دیگه، بعضن بیرون نمیان. ولی آره این وسواس مطالعاتی هست، نمیدونم اساتید خیلی باعثش میشه. دقیقاً از بس هی میگن بخونین و شماها هیچی نمیشین و هیچی بلد نیستین و اینا، با خودشون فکر میکنن حالا خیلی همه علامه دهرن، بعد این باعث میشه که بچه‌ها تازه سرکوبشون بکنن و حس بدی پیدا کنن و هی این متأسفانه سرکوب شدن هست دیگه. هم تو اینترنی هم حتی هست، همواره به نظرم هست که ما همه جا داریم توسط همه چه حالا مردم چه حالا استادمونه چه رزیدنت سرکوب میشیم. اینکه ما بتونیم واقعا لابلای اینا سالم زنده از نظر روحی و روانی بیرون بیان واقعا خیلی مهمه. از نظر روانی کسی سالم بیرون نمیاد، این که کاملا میشه، این که اصلا چیزه. یعنی اگه کسی بتونه سالم جسمی بیرون میاد، یه ذره هم سالم روحی باقی میمونه، 100% مخروب نمیشیم حداقل. اینی که میبینیم یه ذره سه علامت توش داره، یه ذره. اگر نه اونایی که دیگه 100% مخروب میشن که دیگه چیزن، یا خودکشی دارن میکنن یا این که دیگه دیوانه شدن دیگه، زده به سرش. امیدوارم که بعد شما ها اینطوری نشین، کسایی که داخل این جلسه هستن یا بعداً فیلممون رو میبینن. مرسی از نکته خوبتون دکتر. شما در مورد پشیمانی، ریگرت، اشتباه یا توصیه برادرانه که اگه به بچه‌ها داری؟ حالا در مورد اشتباه چیزی که بخوام بگم همون قضیه وسواسه. شاید من بزرگتر یکی از اشتباهاتم وسواس به خرج دادن ها جاهایی بوده که نیاز نبوده و اون وسواس خب خودش باعث خیلی چیزا میشه، باعث خستگی میشه، فشار ذهنی. میشه بیشتر توضیح بدی مدل وسواس تو چه جوری بوده، رو چی بوده، مثلا چه کار میکردی؟ شاید رو باشم. مثلا وسواس مطالعاتی بوده که آقا مثلا من این قضیه 0 تا 100 رو کامل مسلط باشم، برم مثلا از این تا منبع این رو یاد بگیرم، مثلا این منبع با اون منبع فرق نکنه. این وسواس رو من خیلی داشتم و این هم باعث هدر رفت تایم میشه و هم فشار ذهنی، در حالی که الان به نتیجه رسیدم که نه، اگر من اون وسواسا رو نداشتم، تمرکزم رو میذاشتم روی این که حالا اون کلیت مطالب رو به همون صورت اولیه که برای خودم در نظر گرفته بودم طبقه بندی میکردم، یادشون میگرفتم، این قضیه بهتر بود برام و اون خستگی ها و اون فشاری که می آوردم بی‌معنی الان برای خودم. ولی در مورد توصیه که بخوام بکنم همون چیزیه که دوستان گفتن، یکی این که تصمیمشون رو بگیرن، اگه برای هر قضیه هست، مهاجرت، تحصیل، دستیاری، هر چیزی هست، تصمیم رو بگیرن
زودتر اون مسیر رو استارت بزنن و تایم بذارن تو مسیرشون. الان ما تو هر زمینه ای بخوایم فعالیت بکنیم و بخوایم توش سرآمد باشیم و حرف برای گفتن داشته باشیم، بعد تایم بذاریم تو اون مسیر. نمیشه بدون تایم گذاشتن و تلاش کردن تو اون مسیر حالا یه انتظار خیلی عالی هم از خودمون داشته باشیم. هر کاری مستلزم تایم گذاشتن، انرژی گذاشتن به اندازه خودش هست. دقیقاً. آره. اینجا حالا یه موضوعی که پیش میاد که بچه‌ها تازه میگن حالا چجوری تصمیم بگیریم. حالا ما میگیم که اینا رو زود بگیرین که زودتر مشخص باشه، اما خب بازم اینا خیلی سردرگمی ها رو تا آخرش دارن. حالا امیدوارم که بتونن تصمیماشون رو بگیرن زودتر. مرسی از توصیه خوبه دکتر نجفی. شما از پشیمانی، اشتباه، توصیه برادرانه اگه بچه‌ها داری یا داستانی وجود داره و دوست داری به بچه‌ها باهاشون شیر بکنی، چی داری؟ من بیشتر پشیمانی شخصی خودم خب این بود که کلا 3 هفته خوندم شدم 140. خب ترجیح این بود 2 هفته بیشتر میخوندم احتمالاً آره 2.5% هم میشدم دیگه. یعنی انتظار نداشتم اینقدر راحت بشه نمره خوبی گرفت تو پره. فکر میکردم خیلی سخت‌تر از این داستانا باشه، ولی واقعا با انتخاب منابع مناسب به نظرم میشه شدنیه که تو حتی زمانهای خیلی کوتاه نمرات بالا و حتی استریتی و 2.5% رو هم کسب کرد. و آره شاید پشیمونیم همین بود تو این به پرینترنی که قبلش خونده باشن دیگه. شما قبلش کیوبی بله خوندی دیگه. بله. آره حالا پشیمونی شخصی بود دیگه. آره حیف بود تو که کیوبی خوندی که یه خورده بیشتر تلاش کردی رتبه میشدی. آره طوری. ولی خب از یه برم میدونیم ارزشی واقعا نداشت واسم. آره برای پسرا واقعا خیلی داستان سخته. اگه آدم بخواد یه سرشو بگیره به هیچی نمیرسه. میبینی که خب اوکی من رتبه شدم، خب حالا چیکارش کنم؟ حالا مثلا چه دردم خورد. سربازی که هست سربازی که هست. یا بعضا ما یه سهمیه‌ای داریم بچه‌هایی که حالا دوستان توی ایران بمونن و رزیدنتی بدن به اسم سهمیه استعداد درخشان یا 40 امتیاز. حالا شما رتبه توی آزمون‌های المپیای پرم بیارین، فقط یکی از شاخه‌هاشه. باید 1000 تا شاخه‌های دیگه هم داره که شما امتیاز توش بیاری. یعنی بازم باید هوشیارانه عمل بکنه یه فرد که هم رتبه پره و المپیای میخواد، هم معدل میخواد، هم کار پژوهشی میخواد، هم کار دانشجویی، فرهنگی، آموزشی، اینا هنری، اینا ورزشی میخواد. ماشاءالله از همه چی آدم باید استفاده کنه توی این سهمیه ها. ولی خب ریکت دکتر نجفی اینه که کاشکی بیشتر وقت گذاشته بودم یه نتیجه بهتر. بله خیلی هم عالی. من فکر میکنم هر چیزی که لازم بود بچه ها بشنون رو شنیدیم. هم در مورد بیس علمی صحبت شد، هم در مورد انتخاب منبع صحبت شد، در مورد تصمیم گیری زودتر صحبت شد، در مورد منابع اضافه صحبت کردیم، در مورد اینکه حالا چجوری درس بخونن، اون داستان بیس علمی برای خود آزمون و همون داستان QB QA، همون بحث بیس علمی که نظر شخص خودتونه. اینا رو فکر میکنم صحبت کردیم. اگر بچه‌هایی که داخل جلسه هستین شما 27 نفر اگر سوالی دارین یا دوست دارین پاسخ بدین و پاسخ ندادین بهمون بگین. و از مهمانان داخل پنل هم اگر که صحبتی دارن، باز نکته‌ای بود دلشون میخواست در مورد آزمون پرینترنی و برنامه‌ریزی برای این آزمون و انتخاب منبع و نحوه درس خوندن بگن، اگر که چیزی هست و میخوایم بگین که میکروفونتون رو باز کنین صحبت کنین. من فکر میکنم سوال دیگه من داشته باشم بخوام بپرسم. فکر میکنم راه برای بچه ها روشن شد که داستان پر چیه، آزمونش چیه و قراره از کی شروع بکنن و منابع مسیر رو هم مشخص کردیم. امکان مشاوره شخصی هم هست. نمیدونم تو عزیزان آیا مشاوره شخصی میدن یا نه، نمیدونم. از من بله. دکتر یوسفیان، خانم دکتر قاسمی، دکتر قانونی، دکتر نجفی رو نمیدونم داستانشون چجوریه. میتونین با خودشون تک تک مکاتبه بکنین ببینین چی میگن، ولی فکر نمی کنم نیازی به این داستان ها باشه. بچه‌ها شما دیگه الان همتون 20 خورده سالتونه. یه آزمون پر است. ما این همه حرف زدین دیگه، هم منابع گفتیم، همه چیز هم مشخصه دیگه. مشاوره شخصی نه خیلی نیازی نیست، ولی
اگر دوست داشتید میتونید با خود بچه‌ها صحبت بکنید، منم که هستم در خدمتتون هستم، میتونیم صحبت کنیم اگر به صورت اختصاصی تر. اگر سوالی هست برامون بنویسین. عزیزان داخل پنل هم اگر باز نکته‌ای می‌خوایم بگیم به بچه‌ها در مورد بالی، در مورد پره، در مورد منابعش، در مورد کتاب‌های داخل بازار، برنامه ریزی برای آزمون، نمیدونم هر چی هست، نکته در مورد QB خوندن، QA خوندن، دیگه فکر نکنم چیزی باشه، همه چی کاملا مشخص شد. بریم ببینیم تو سوالا. کتاب‌ها هم که براتون کتاب‌هایی هم که دکتر یوسفیان گفتنم من براتون نوشتم. اون کتابی که اپروچ به ساین و سیمپتوم ها رو توش آورده، The Patient History Taking، من تو کانال تلگرام PDF رو گذاشتم، یکم بالاه ولی هست. فکر کنم چاپ‌های قبلیش هم هست، چاپ جدیدش فکر می‌کنم فرقی کرده باشه. این کتابو گذاشتیم، اپروچ به ساین و سیمپتوم هاست که شما، من یه ترمینولوژی توی پادکست استفاده کردم به اسم درس خوندن رو به جلو. درس خوندن رو به جلو یعنی مریض میاد پلومون با یه علامتی میاد و ما توی بالین که داریم درس میخونین اگر بتونید از توی کتاب‌های خلاصه و تست ها و اینها رو یاد بگیرین که عالی، که آقا اوکی من چه جوری باید اپروچ بکنم به مریض، چه سوالاتی باید بپرسم. اما بعضن چون بچه‌ها توی استیج دوچار این ترس میشن که وای من بلد نیستم چیکار بکنم، خب این کتاب خیلی کمکتون میکنه. اپروچ به ساین و سیمپتوم هاست. توی آپ تو دیت هم خیلی اینا رو نوشته، باز با هوش مصنوعی هم میتونین این کارا رو انجام بدین، خیلی کمکتون میکنه. اون یکی کتاب‌های دیگه که دکتر یوسفیان گفتن، یکیش بحث کتاب طب اورژانس تینتیالیه، خیلی اسمش سخته، تینتیالی، اون مال منیج کردنه، مال اوردر و ایناست. کتاب‌های اوردر نویسی اینا زیاده توی بازار. یکیش اینه. کتاب‌های فارسی هم داریم که در مورد نسخه نویسی اوردره. اگر هم که بچه‌ها توی فیزیوپات هستین و دوست دارین مکانیزم بیماری‌ها رو یاد بگیرین، حتما کتاب‌های زیادی برای فیزیوپات هست. مکانیزم آف دیزیز اند اینتروداکشن تو کلینیکال مدیسین یکیشه. یکی دیگه از کتاب‌ها که من معرفی کرده بودم پاتوفیزیولوژی آف دیزیزه. اونجا اومده بیماری‌های شایع و مهم رو پاتوفیزیولوژی‌هاشون رو گفته. اینا از انتشارات‌های معروفن. دیگه براتون چی بگیم؟ آره دکتر احمدی برامون چیزاشو نوشته، مکانیزم آف کلینیکال ساینس. آره مکانیسم ساین هاست دیگه. اینم آدرس کانال تلگرام و پیج اینستاگرام بنده که توش کتابا بتونید پیدا کنید. Magnificent Underline Doctors هست. پادکست بنده هم که هست توی همین زمینه، میتونید گوش بدین. خب سوال دیگه در مورد استرتی. بچه‌ها استرت یعنی کسی که میتواند در سال آخر اینترنیش بدون اینکه فارغ التحصیل بشه و طرحش رو شروع بکنه یک بار امتحان دستیاری اردیبهشت رو تو شرکت میکنه. این به شرطی است که اون فرد شهریور فارغ التحصیل بشه، چون از مهر بره سر کلاس رزیدنتی بشینه. به این حالت میگن استرتیه همون سال یا شهریور درسش تموم میشه، دفاع پایان نامش رو نگه میداره تا سال بعدش و از این فرصت 7-8 ماه 9 ماه استفاده میکنه تا اردیبهشتش برای امتحان دستیاری رو دادن و بعدش باید پایان نامش رو دفاع بکنه چون از مهرش باید بره سر کلاس رزیدنتی. به این حالت میگن استراتژی روش دوم. توی استراتژی روش دوم فرد علیرغم اینکه روتیشنش تموم شده و باید بره سربازی طرحش رو شروع بکنه، امتحان دستیاری رو شرکت میکنه. ما دو مدل استراتژی داریم. یکیش اینه که وسط تحصیل امتحان میدن که این خیلی روش سختیه و ولی خب بلافاصله تا پزشک عمومی تمام میشه میرن سر کلاس تخصص، یا نه بچه‌هایی که میتونن درسشون رو تقریبا 1 سال در واقع فارغ التحصیلشون 1 سال به تأخیر میندازن تا اردیبهشت امتحانشون رو بدن، بعد پایان رو دفاع میکنن و میرن. به این حالت میگیم استریتی. اگر کسی شرط استریتی رو نداشته باشه باید بلافاصله پس از فراغت از تحصیلش 3 ماه فرصت داره که خودشو به طرح معرفی بکنه. داستان سربازی هم که جداست، اون دیگه بستگی داره به اینکه کی اعزام میشن. ولی بعد از اینکه شما طرحتون رو شروع کردین یا سربازی رو شروع کردین، اگر وقت باشه برای ثبت نام توی امتحان تخصص میتوانید توی امتحان تخصص ثبت نام بکنید.
در مورد اینکه متد درس خوندن و خلاصه و فلش کارت و اینا، این روش بسیار روش شخصیه. روش درس خوندن هر شخص روش شخصیشه. از روش درس خوندن ها نمیتونید کپی کنید. باید ببینید روش درس خوندن خودتون چجوریه، شما چجوری یاد میگیرین. فلش کارت یاد میگیرین یا فیلم باید ببینین یا وایس یا خودتون باید خلاصه بکنین. اینا لطفاً روش های خلاصه نویسی بقیه رو کپی نکنید. ببینید بقیه چی کار میکنن، شما باید خودتون به این نتیجه برسید که روشتون چجوریه. با تست بهتر یاد میگیرین یا با فیلم، با وایس یا کدوم کتاب. این همون داستانیه که گفتن 3-4 ماه ممکنه که آزمون خطا کردن طول بکشه. آزمون خطاتون هم بهتره که از فیزیوپات یا اول استجلی شروع بکنید. من خودم در مورد آزمون خطا قبلا صحبت کردم که تو فیزیوپات که آزمون خطایی نبود، ولی توی استیجری چی کار کردم. من اولش گایدلاین خوندم برای بعضی درس‌ها، بعدم اصلا نمیتونم گایدلاین بخونم و رفتم سراغ پیرحاجی کردم میخوندم توی اکسترن، دیدم که من فایده ای نداره، همون پیرحاجی ها کفایت میکنه و تست هم نزدم چون من اصلا هدفم دیگه دستیاری و اینا نبود. دیگه چی؟ همین. خب بچه‌ها خودتون صحبتی چیزی، دکتر یوسفیان، خانم دکتر قاسمی، دکتر قانونی، دکتر نجفی، خودتون اگر سخن پایانی حرفی دیگه ای دارین، چیزی میخواستین بگین نگفتین، سوالی من باید میپرسیدم نپرسیدم، توصیه به بچه‌های پزشکی 1 سال 2 سال 3 سال جوان‌تر از خودتون اگر دارین خوشحال میشم. اگرم که نه، مرسی که توی این جلسه و پنلمون تشریف آوردین و وقت گذاشتین. از روزهای فکر کنم تعطیلتون حالا ممکنه کیشیکای نام بوده باشین. چیزی هست بخوایم بگیم؟ خیلی خوشحالم آقای در خدمتتون بودم و ممنون از وقتی که همیشه برای ما میذارید. من صرفا سخن آخرم خدمتتون بخوام عرض بکنم. چند وقت پیش بود برای بچه‌ها من یه کارگاهی گذاشتم، خیلی مفصل 2 ساعت اومده بودم در واقع شیوه مطالعه برای مطالعه اصولی بارنی و پر رو برای بچه‌ها گفته بودن. بعد ورسش اگر دوست داشتن براشون داخل کانال خود مدگپ هم ارسال میکنن. اینم اگر در واقع بتونن گوش بدن خیلی بهشون میتونه کمک بکنه. آره بفرست. کارگاه کجا چه چیزی گذاشتی؟ چه جوریه داستانش؟ داخل دانشگاه بود، بچه‌ها زحمت کشیده بودن، وایسش رو ضبط کرده بودن. میتونم بفرست. من بفرست. من خودم داخل هم کانال تلگرام خودم میذارم، هم تو خود مدگپ هم میذاریم. آره بفرست. من اصلا میفرستم تو کانال تلگرام خودم، مینویسم که از طرف توه و چیز میکنم که بچه‌ها خواستن گوش بدن. آره برای خودم توی تلگرام بفرست. دیدم الان قبلا اینجا با هم حرف زده بودیم. من خیلی از شما راهنمایی گرفتم. خواهش کنم لطف داری. آره دیدم داشتم دونه دونه لینک های بچه‌ها رو کلیک می‌کردم که عکس پروفایل ببینم مثلا چه شکلی هستیم، بعد دیدم که انگار با هم حرف زدیم. آره برام بفرست، براشون میفرستم. مرسی از اینکه گفتی. البته که روش شما روش چیزها، روش رتبه و روش دیگه خیلی درس خوندن و تلاشیه. همه بچه‌ها قرار نیست عزیزان، من قبلا توی پیجا گفتم همه نمیتونید با به نتیجه برسیم که آقا همه قرار نیست رتبه بشین یا همه قرار نیست همه وقتتون رو برای درس بذارین. این کاملا یک روش شخصیه که یه فرد اتخاذ میکنه که بخواد خیلی درس بخونه، کار بکنه تا ته هر چیزی رو مثلا در بیاره. بعضا خیلی هم چون پژوهش میخواین بکنین یا کار جانبی دارید یا نمیرسید، نمیتونید خیلی کار رو انجام بدید. بعداً واقع بین باشین که آقا بالاخره اون قدم نمیشه وسواس به خرج داد یا پدر خودتونم در بیارین. آدم کارهای دیگه هم داره، ممکنه که یکی اولویتش چیزای دیگه هم باشه، چه میدونم هرچی، تولید محتوا، چه میدونم ورزش یا چه میدونم کارهای هنری، هرچی. من اسمشو گذاشتم پزشک پلاس. پزشک برای یه چیز دیگه. اوکی. برای همین باید به این نتیجه برسیم که ما هم چی میگن سوپر هیرو نیستیم، آن انسانیم و درس یکی از ابعاد زندگیمونه. ممکنه کار دیگه هم قرار باشه یکی انجام بده، برای همین باید به اون هم حواستون باشه. خیلی ممنون که باز امشب با ما همراه بودیم. مرسی از 4 مهمان عزیزمون که دعوت بچه‌های ایمسا و بنده رو پذیرفتن و در مورد تجربیاتشون گفتن. خیلی خوشحال شدم که در خدمتتون بودیم. راه‌های ارتباطی با ما هم که میدونید، کانال تلگرام هست، پیج اینستاگرام بنده که هست، بچه‌ها پادکست های بنده هم گوش بدین و سوالی بود باز من در خدمتتون هستم. انشالله که موفق باشین و انشالله جلسات آینده با شما ها باشه
که بیاین بگین آره ما فلانا تو جلسه بودیم و این کارا رو اینا. آره من خیلی خوشحال میشم که بعداً شاهد موفقیت همه شماها باشم. شبتون بخیر باشه، برین استراحتتون رو بکنین و مجددا هم هر دوتا عید مبارکتون باشه. 13 تون هم انشالله به در خوش بگذره. خدا نگهدارتون باشه.